سلام عرض میکنم خدمتتون. با دوره مطلب مقدماتی در خدمتتون هستم. من امیرحسین فیضی هستم، ریسرچر در پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشگاه بنیادی یا IPM و کاندیدای دکتری علوم اعصاب شناختی. اینطور شروع کنیم جلسه رو که اصلا من چرا لازم دارم که برنامه‌نویسی رو یاد بگیرم و برنامه‌نویسی بشه درد من میخوره. اولا که چون ما داریم تو حوزه روانشناسی، علوم اعصاب، علوم شناختی مطالعه میکنیم و حالا پژوهش میکنیم، محوریت موضوع پژوهشی ما برمیگرده به مغز و ما میدونیم که مغز یک سیستم پیچیده هستش و طبعا برای آنالیزش ما با پیچیدگی های مضاعفی روبرو هستیم. برای همین لازم داریم که در واقع آنالیز هامون رو بتونیم به صورت شخصی و کاستومایز شده داشته باشیم. یه چیز دیگه که منجر به این میشه که ما لازم داشته باشیم که در واقع برنامه‌نویسی رو یاد بگیریم و این مهارت رو داشته باشیم، این هستش که برنامه‌نویسی یه مهارت هستش و این مهارت یه ابزاری رو در اختیار ما قرار میده که میتونیم خیلی از نیازهامون رو باهاش برطرف بکنیم و خیلی از چیزهایی که برای ما مسئله جدی هستش و مانع پیشرفت ما هستش رو بتونیم برطرف کنیم و به وسیله برنامه‌نویسی بهش در واقع فائق بشیم. و نکته دیگه هم که وجود داره در مورد برنامه‌نویسی این هستش که برنامه‌نویسی در واقع حل مسئله هست و ما به عنوان یک ریسرچر یا یک ساینتیست یا کسی که حالا داره تو این مسیر قدم میزنه، به دست آوردن مهارت حل مسئله بسیار حیاتی و مهم هستش و ما میتونیم یکی از ابزارهایی که برای دست یافتن به این مهارت در اختیار داشته باشیم برنامه‌نویسی باشه. از طرف دیگه این که ما وقتی برنامه‌نویسی رو یاد بگیریم خیلی آزادی عمل داریم و میتونیم تقریبا خیلی از کارهایی که لازم داریم انجام بدیم و یک آزادی عمل همونجور که از کردم در اختیار ما قرار میده. و همینطور که به هر حال اگه ما این مهارت رو کسب کنیم توی مجامع علمی، توی آزمایشگاه‌ها پذیرش ما بهتر و بیشتر هست و احتمال پذیرش ما رو افزایش میده و این یک در واقع ارزش افزوده علمی برای ما تلقی میشه. اما به عنوان یک خصوصیت فردی میتونیم بگیم که برنامه‌نویسی وقتی که به یه حدی ازش برسیم که حالا خیلی هم دور از دسترس نیست، برای ما میتونه در واقع مفرح و لذت بخش باشه و چه بسا وقتی که خودتونم کد خودتون رو می‌نویسید این رو تجربه خواهید کرد که غرق کد نویسی میشید و متوجه نمیشید که دقیقه‌ها و ساعت‌ها چجوری میگذرن و ازش لذت میبرید. و در نهایت هم این که برنامه‌نویسی یه جور در واقع تمرینه برای اینکه ما بتونیم یک ذهن منطقی داشته باشیم، بتونیم منطقی تر فکر کنیم و توی جاهای مختلف زندگیمون از این در واقع خصوصیت و ویژگی استفاده کنیم. اما چند تا نکته، اینکه هیچ کس برنامه‌نویس به دنیا نیومده، یعنی اینکه بهتره که توی این دام و این تله نیفتیم که من که برنامه‌نویس خوبی نیستم، من که اصلا رشته‌ام مهندسی نبوده، من که ریاضیم خوب نیست و خیلی سخته برام برنامه‌نویسی. بهتره که ما اصلا در واقع توی این دام نیفتیم با دونستن این که برنامه‌نویس خوب برنامه‌نویسی هستش که سالهای زیادی از اشتباهاتی که مرتکب شده درس‌های جدید گرفته و به مهارت خودش افزوده. و برنامه‌نویس بعد شاید میشه گفت به تعبیری اون کسی هستش که فکر می‌کنه که برنامه‌نویس خوب هیچ وقت اشتباه نمی‌کنه. و نکته‌ای که توی این جمله آخر هستش این هستش که وقتی ما فکر کنیم برنامه‌نویس خوب کسیه که هیچ وقت اشتباه نمی‌کنه و چون داریم اشتباه می‌کنیم پس من برنامه‌نویس خوبی نیستم و دارم مثلا ماه‌ها سال‌ها برنامه‌نویسی می‌کنم و هنوز نشده یه دونه کد بنویسم که خطا نداشته باشه.
و بنابراین من برنامه‌نویس خوبی نیستم، اصلا من برای این کار آفریده نشدم و من اصلا به درد این کار نمیخورم و سرخورده بشم و رهاش کنم. و خب طبعا وقتی رهاش میکنم برنامه‌نویس خوبی هم نمیشم دیگه. اما ادامه دادن این مسیر رو رها نکردنش منجر به این میشه که من بتونم هر روز مهارت‌هامو افزایش بدم و برنامه‌نویس بهتری بشم. و این ربطی هم به اینکه تو مطلب باشه یا تو زبان دیگه باشه هم نداره. و راز اصلی موفقیت توی این مهارت مثل خیلی از مهارت‌های دیگه تمرین و تکرار و پایداری و موندن در واقع روی اون هدفی که براش شروع کردیم. اما برنامه‌نویسی سه تا گام خیلی خیلی مهم داره که تکرار هم میشن. اولین گامش این هستش که ما باید فکر کنیم که حالا وقتی که وارد فضای مطلب بشیم، من این قسمتش روی خورده یعنی فکر کردن چه ربطی به مطلب داره رو هم دربارش صحبت خواهم کرد، چون تو قسمت رایت و دیباگ کردن یا اشکال زدایی ما اونو کاملا توی مطلب میبینیم، اما اون فکر کردن حداقل به صورت بالقوه هیچی توی مطلب نداره و ما باید بیرون از مطلب فکرامون رو بکنیم. فکر کردن یعنی اینکه وقتی من یه مسئله رو میخوام حل بکنم، همه جوانبش رو تا جایی که میتونم بسنجم، مرحله هاش رو در نظر بگیرم، ورودی هایی که اون مسئله داره، خروجی هایی که توقع داریم داشته باشه رو در نظر بگیرم و ببینم که از این ورودی هایی که داریم برای اینکه به اون خروجی ها دست پیدا کنیم از چه روش هایی و طی چه مراحلی میتونیم در واقع این مسیر رو طی کنیم تا به اون خروجی ها برسیم. و نکته بسیار بسیار مهمی که در مورد فکر کردن وجود داره این هستش که خیلی مهمه که ما این فکرهایی که داریم درباره حل مسئله میکنیم رو بنویسیم و توی این مرحله میشه که ما مطلب یه جایی هست که میشه توش نوشت دیگه و این فکرها و در واقع برنامه‌هایی که برای حل مسئلهمون داریم رو باید بنویسیم. در مورد خود نوشتن یعنی گام یا مرحله سوم، این نوشتن با اون نوشتنی که تو مرحله قبل عرض کردم خدمتتون یه تفاوتی داره و اون این هستش که منظور از نوشتن مرحله دوم نوشتن کد هستش. بعد وارد عمل بشیم و کدهامون رو بنویسیم، یعنی اون فکرایی که کردیم به تعبیری، اون فکرایی که شاید ما به زبان فارسی یا فینگلیش توی مطلب می‌نویسیم یا اینکه حالا روی کاغذ می‌نویسیمش، و حالا باید بریم توی محیط مطلب به صورت کد اونا رو پیاده سازی کنیم. وقتی که کدهامون رو می‌نویسیم و حالا مرحله به مرحله به صورت کلی اجراشون می‌کنیم، احتمال خیلی خیلی زیاد با اشکالاتی و خطاهایی روبرو میشیم که حالا ما الان چون با مطلب سرکار داریم، مطلب به ما ارورهایی میده و ما باید بریم اون ارورها و اون خطاهایی که باهاش روبرو شدیم رو برطرف کنیم. به این میگن در واقع دیباگ کردن یا اشکال زدایی و این مرحله سوم کار ما هست. و این نکته که اول عرضم توی این اسلاید گفتم، این که اینا یه حالت چرخشی دارن و تکرار میشن، یعنی چی؟ یعنی اینکه ما تا وقتی که کدمون رو ننویسیم و اجرا نکنیم و با خطاهاش مواجه نشیم، یا حتی ممکنه توی مرحله با خطایی هم، چون حالا مثلا اولین مرحله ها هستش و چیزای ساده هستش، خطا هم نداشته باشیم. مثلا من دو تا متغیر رو بگیرم و اینا رو با هم جمع کنم، خب خیلی بعیده که با خطا روبرو بشم، با خطا در واقع داشته باشم. عرض کنم خدمتتون که این تکرار به این ترتیبه که وقتی من کدمو می‌نویسم و حالا با خطا مواجه میشم یا نمیشم، به فراخور اون شرایطی که مسئله داره ممکنه یه چیزی به ذهنم برسه که مثلا یه چیزی اضافه کنم به اون فکرام، مثلا یک مرحله رو اشتباه کرده بودم، مثلا این خودش به 2 تا مرحله تقسیم میشه، به 3 تا مرحله تقسیم میشه و من اینو کلش رو توی یه مرحله گذاشته بودم. پس فکرم باید تغییر کنه، میرم اون نوشته های مربوط به فکرم رو تغییر میدم یا اضافهش میکنم، مودیفایش میکنم به طور خلاصه. و طبعا نیاز دارم به نوشتن مجدد و از اینجا به بعد اون وقت نوشتن ممکنه که اصلا یه جورایی پاک کردن نوشته‌های قبلی باشه یا اضافه کردن نوشته‌های جدید باشه و دوباره تکرار اجرای این نوشته‌ها توی محیط نرم افزار و حالا بررسی بعدی که ممکنه باز دوباره با خطا مواجه بشیم و اصلاح اینها. یه مثالی که شاید خیلی ساده سازی شده باشه بگم خدمتتون، این هستش که مثلا یکی از سوالاتی که داشتیم توی گروه مبنی بر این بودش که کدوم ورژن یا کدوم نسخه مطلب رو نصب کنیم و هدفم از این مثال این هستش که عرض کنم خدمتتون که
چرا نسخه های متعدد وجود داره؟ همین که عرض کردم خدمتتون، یا با مشکلاتی مواجه شدن، مثلا کاربران مطلب گزارش خطاهایی رو داشتن به نویسنده های اصلی در واقع شرکت مسورک که مطلب رو ارائه کردن، یا اینکه حالا یه پیشنهاداتی داشتن، یا اینکه مثلا سیستم عامل‌های جدید اومده، قابلیت‌های جدیدی توی دنیای تکنولوژی و کامپیوتر اومده و خب ما خیلی به نفعمونه که از اونها استفاده کنیم تو نرم افزار خودمون با اونها ارتقا بدیم و این همواره در حال رشد کردنه. کدی هم که ما می‌نویسیم بسته به اینکه چقدر این کد مهمه، چقدر کاربردی هستش، ممکنه که تو سالها مودیفای بشه و بهتر و بهتر بشه. در ادامه حالا میگم وارد در واقع محیط مطلب بشیم، این در واقع هم تجربهش خواهیم کرد، هم بیشتر بهش خواهیم پرداخت. و نکته آخری که در مورد این موضوع و این اسلاید عرض کنم خدمتتون، همه اساتید تاکید میکنن که اون مرحله تیم فکر کردن رو به هیچ عنوان حذفش نکنید، چون ما شاید پیش‌فرض ذهن بعضی‌مون این باشه که بسم الله الرحمن الرحیم میرم می‌نویسم دیگه کدمو دیگه میدونم چیکار می‌خوام بکنم. مثل نوشتن پروپوزال میمونه به تعبیری. هرچی ما بهتر و دقیق‌تر مسئله‌مون رو فهمیده باشیم بهتر میتونیم کارمون رو انجام بدیم و کدمون رو حالا توی برنامه‌نویسی بنویسیم. حتما این فکراتون رو نوشته شده داشته باشید، حتی برای ساده ترین مسئله ها بود. چون الان ما تو اول راه هستیم، ما با مسئله های ساده ای روبرویم و از الان تمرین کنید چیزای ساده رو که بعداً که کارهای پیچیده‌تر می‌خوایم بکنیم این عادتمون شده باشه و بدونیم که این مرحله حذف کنیم در واقع کارمون رو شروع بکنیم. و چرا اینو میگیم؟ چون که یه موقعی شما یه کدی رو می‌نویسید، مثلا الان ما تو اردیبهشت ما هستیم، یه کدی رو می‌نویسم و کارمو انجام میدم و بعد اصلا میشم یه روزی استاد. بعد دانشجویی رو خواهم داشت یا همکاری رو خواهم داشت که به این کد من نیاز داره و خب من کدامو میخوام بهش بدم و براش میفرستم. بعد ایمیل میزنه یا به یاد پیشم میگه که آقای دکتر خانم دکتر من اینجاشو نفهمیدم و ما کد خودمون رو که باهاش حتی مثلا مقاله چاپ کردیم و نگاه میکنیم و هیچ چی سر در نمیاریم ازش و خب این برای خودمون عجیبه. هرچی بیشتر اون نوشته ها رو داشته باشیم وقتی برگردیم بهش خیلی برامون کاربردی‌تر خواهد شد و شاید اینها الان خیلی مطالب نظری باشن که ما رو حوصله‌مون رو سر ببره، ولی واقعا خیلی مهم هست و تاکید میکنم و همواره توی جلسات تمرینم ازتون میخوام که اینو رعایت کنید. اصلا فکر نکنید که کم ارزش کار بیخودی هستش و کار بیهوده‌ای هستش. اما برای حل یه مسئله مثال‌های مختلفی داده میشه. ما یه مفهومی داریم تو برنامه‌نویسی به نام الگوریتم. الگوریتم از اسم آقای خوارزمی دانشمند و ریاضیدان ایرانی گرفته شده و به صورت خیلی خلاصه میتونیم بگیم که یک الگوریتم در واقع نوشتن یا داشتن مراحل حل یک مسئله هستش. وقتی ما یه مسئله رو میخوایم حل کنیم اون مرحله هاشو وقتی بنویسیم یا داشته باشیم به اون میگن الگوریتم. این مثالی که اینجا آوردم این هستش که ما اگه بخوایم مجموع 5 تا عدد رو داشته باشیم الگوریتمش به چه ترتیبی است؟ متنی که سمت چپ نوشته شده میشه الگوریتم ما، اون تصویری که سمت راست داریم می‌بینیم میشه فلوچارت ما که حالا میشه گفتش که همون مرحله ها به صورت تصویری هستن. اول از همه ما باید به اون مجموعمون یه مقدار بدیم به عنوان پیش‌فرض که مجموع ما چون هنوز هیچ عددی رو بهش ندادیم یا نگرفته 0 هستش و یه در واقع شمارنده هم در نظر میگیریم که چون هنوز هیچ عددی رو بهش ندادیم عددی که در واقع یعنی تعداد عددی که گرفتیم از حالا کاربر 0. بعد از کاربرمون میخوایم که یه عدد وارد کنه اسمش هم بذاریم n و وقتی که اون عدد رو وارد کردش ما میریم اون ساممون رو SUMمون که 0 بود با اون nی که کاربر در واقع داده جمع میکنیم و اون رو حاصلشون هم میذاریم دوباره توی همون سام که توی در واقع باید کرسر موسومن داشته باشید. توی این مرحله وقتی n رو میگیره جمعش میکنه میذاره در واقع n جمعش میکنه و میذاره توی دور سام. یه دونه هم به
مقدار کانت، یعنی یه دونه هم عدد گرفتم دیگه، چون ما خواستیم 5 تا عدد رو با هم دیگه جمع کنیم. میذارتش اینجا، بعد میریم میپرسیم ازش که 5 تا شد. خب ما میدونیم دیگه یه دونه است. الان کانت ما یکه، چون صفر بود اول، بعد با یک جمع شد، کانت ما یکه. الان کانت ما چنده؟ یکه. پس یک کوچیکتر، در واقع کوچیکتر از 5. بله، برمیگردیم دوباره یه دونه دیگه عدد میگیریم و این در واقع این کار رو تکرار میکنیم تا وقتی که این میشه در واقع 5 تا عددی که گرفتش دیگه در واقع کوچیکتر نیست، چون مساویشه. و بعدش دستوری این هستش که در واقع اون مقدار سام رو برای ما نمایش بده یا چاپ کنه تو صفحه نمایش ما. این یک حالا مثالی بودش از الگوریتم به صورت خیلی ساده. و همونجوری که گفتی این میشه اون قسمت فکر کردن ما، که ما اگه بخوایم بنویسیم باید به صورت حالا با زبون خودمون یه چیزی که خودمون متوجه شیم و ترجیحاً هم دیگران متوجه بشن، مثلا همون شاگرد آیندهمون یا همکارمون اونم متوجه بشه. و این رو در واقع بعد نیستش که تو همون مطلب بنویسیم. حالا در ادامه خواهیم به چه ترتیبی. اما اینکه اصلا فرایند برنامه نویسی به چه ترتیبی هستش، این نکته که وجود داره این هستش که خب ما باید، این یه چیز خطی نیستش. یعنی چی خطی نیستش؟ یعنی این نیستش که من الان شروع کنم به برنامه نویسی و عرض کنم خدمتتون که و با یه در واقع فرایندی رشد کنم و مثلا بگم که اوکی من اگه الان شروع بکنم 6 ماه دیگه مثلا میشم یک متخصص برنامه‌نویسی و شاید بشه شاید نشه، شاید اتفاقای مختلفی میفته و یه چیز خطی نیست. یه روزایی هست من خیلی بیشتر وقت میتونم بذارم، یه روزایی اصلا فرصت نمیکنم. ممکنه به یه مرحله برسم که خطای کدام 2-3 روز طول بکشه که بتونم اون رو دیباگش بکنم و یه افتی دارم تو اون پیشرفتی که تصور میکردم. مثلا اینجوری خطی نیست، یعنی یه چیز ممکنه حالا نمایی باشه یا مثلا افت و خیز داشته باشه. یه روزایی بیا اصلا من پیشرفتی نکنم، مثلا همون مثالی که عرض کردم خدمتتون. یکی دیگه این هستش که این فرایند برنامه‌نویس شدن یک فرایندی که پر از سعی و خطاست. یعنی ما خیلی چیزها رو توی مسئله هایی که باش مواجه میشیم یاد میگیریم که حالا در ادامه هم بهش اشاره خواهم کرد. یکی اون تمرینایی که من حالا یا آقای میرزایی خدمتتون تقدیم میکنم، خودتون هم برای خودتون، حتی شخصا برای خودتون مسئله جدید طرح کنید و سعی کنید حلش بکنید و اگه نتونستید حلش بکنید با بقیه به اشتراک بگذاریدش و وقتی که اون مسئله رو حل میکنید کلی چیز جدید یاد میگیرید. و علاوه اینه که مثلا وقتی یه مسئله رو حل کردید ببینید به روش‌های دیگه میشه حل کرد. ممکنه من کد شما رو ببینم و یه چیزی از کد شما یاد بگیرم، ممکنه کد یه استاد رو ببینم یه چیزی ازش یاد بگیرم، ممکنه حالا در ادامه بهش باز حالا اشاره خواهیم کرد. ما خیلی جاها رو داریم که آدمای دیگه میان میتونن به ما کمک کنن. خود مسورد بدونی که شما اصلا عضوش باشید میتونید سوالتون رو سرچ کنید تو گوگل. معمولا اگه مطلب رو توی اون کلماتی که دارید سرچ میکنید بیارید، اولین دومین گزینه‌ای که داره خود سایت مسورد هستش که قبلا افراد دیگه اومدن سوال شبیه شما یا سوال شما رو پرسیدن و افراد دیگه که بیشتر بلد بودن اومدن جواب دادن و میبینید که بعضا چون مثلا سوال قدیمی بوده، مثلا طرف یه جوابی داده، بعد یکی دیگه اومده گفته آقا این تو 2014 اینطوری بود، تو 2018 به بعد دیگه اینطوری شده. یا یه نفر دیگه میاد میگه آقا اینو اگه اینطوری حل کنی بهتره. یکی دیگه میاد از یه رویکردی میگه مثلا اگه اینو میخوای که مثلا دیتا ساینس استفاده کنی یه دونه تول باکس هستش. یکی دیگه میاد میگه مثلا من این تول باکس نوشتم اینم لینکش. کلی چیزای جدید میتونیم تو همین فضای سعی و خطامون، یعنی به این که بسنده نکنیم و مهمتر از اون گیواپ نکنیم و در واقع رها نکنیم کارو، سرخورده نشیم، کلی چیز میتونیم یاد بگیریم. و همونجوری که عرض کردم خب این فرایند حل مسئله است. همینجوری اصلا یه مسئله همونجوری که مثال زدم خدمتتون ممکنه راه حل های مختلف داشته باشه و تو راه حل های آدمای دیگه من کلی روش و کد و حتی روی کرد یاد بگیرم. یه چیز جالبی که وجود داره برنامه‌نویسی اینه که برنامه‌نویسی حالا میتونیم بگیم یه جوری مثل کاراگاهیه، یه کار شبیه کاراگاه‌ها. باید برید سرنخ‌ها رو پیدا بکنید، بعد از این سرنخ‌ها به یه نتیجه‌هایی برسید تا بتونید به اون مسئله بزرگی که داری بتونی در واقع به جوابش دست پیدا کنی. و دیگه این که خب یک روش
استدلالی میتونه داشته باشیم و برنامه‌نویسی رو یک نوع روش استدلالی در واقع ببینیمش و توی این مسیر یاد بگیریم استدلال کردن ها رو، آنالیز ها رو، که حالا شاید این قسمتاش برای مسائل پیشرفته‌تر باشه. و اینکه بعضی وقتا اون دیباگینگ که عرض کردم خدمتتون رفع اشکال هستش، ممکنه که اصلا ما با یه خطاهای مواجه بشیم که اصلا مطلب به ما خطا رو اعلام نکنه و دیباگینگ و خطا در واقع رفع اشکال چه بسا خیلی پیچیده‌تر از این چیزایی باشه که ما فکرش می‌کنیم. با همه اینها امیدوارم شما هم از برنامه‌نویسی و برنامه‌نویس شدن و این فرآیند لذت ببرید و به اون در واقع مزه‌ش رو شما هم بچشید که وقتی این اتفاق بیفته بعید می‌دونم که رهاش بکنید و روز مثلا احتمالاً عرایض بنده رو کاملا لمس بکنیمش. اما اینکه ما چجوری باید یاد بگیریم، اول از همه این که ما یکی از چیزهایی که شاید کمتر بهش توجه کردیم اینه که ما یاد نگرفتیم که چجوری یاد بگیریم. من همینجا نمیدونم که چقدر فرصت داشته باشم، قولشو میدم بهتون که توی آینده‌ای که نمیدونم دوره یا نزدیک بر اساس زمانم یه دوره‌ای رو برای این یاد گرفتن براتون داشته باشیم. یه چیزایی که شاید بهش مثلا توجه نکنیم خیلی تو یادگیری ما مهمه، مثل تغذیه‌مون، مثل خوابمون. حتی حالا هممون توی فضای نوروساینس و شناختی علوم اعصاب هستیم و خیلی چیزا میدونیم، شاید حرفای من تکراری باشه، ولی خب حالا این هر چی بیشتر این مهارت رو کسب کنیم، یاد گرفتن برامون هم لذت بخشتر میشه و هم متداوم‌تر میشه. بعد از اون و مهمتر از نمیگم حالا مهمتر از اون، حداقل میتونم بگم تاکید من توی این دوره این بوده که ما تمرین داشته باشیم و پرکتیکال جلو بریم. هر چی بیشتر تمرین کنید برنامه‌نویس بهتری خواهید شد. این برای همه هست. حتی اینو من از آدم‌هایی که خیلی قبولشون دارم و استاد من هستن یاد گرفتم ازشون و اونها هم اینو انجام میدن. یعنی البته وقتی برنامه‌نویسی می‌کنید دیگه همواره در حال این کار هستید برای مسائل مختلف، خود اون کار دیگه میشه یه جور تمرین کردن و پرداختن به این کار. و توی این اول راه که هستیم این تمرین رو سعی کنید هر روز انجامش بدید. حتی اگه مثلا روزی 10 دقیقه رو هم میتونید انجامش بدید، حتما مطلبتون رو باز کنید، یک کدی بنویسید، سعی کنید بهش بپردازید. و در آخر این که اصلا ما داریم میخوایم یاد بگیریم برنامه‌نویس شیم دیگه. اصلا برنامه‌نویس حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی مثلا حرفه‌ای شدن یعنی چی؟ حرفه‌ای شدن این نیستش که ما همه چی رو بلد باشیم و همه چیز رو بدونیم. یعنی در واقع بهتره بگیم که بتونیم انجامش بدیم. حرفه‌ای بودن حداقل توی مطلب برنامه‌نویسی این هستش که ما بدونیم که چطوری میتونیم جواب مسئله‌مون رو پیدا کنیم. مثل همون مثالی که بهتون زدم، من یه سوالی دارم بلد نیستمش، حداقل الان حالا خودتون هم احتمالاً تجربه خواهید کرد، یه چیزای ساده‌ای رو بلدم یادم رفته و این بر خودم اتفاق افتاده بارها. یادم نمیدونم چی کارش میکردم، یه دقیقه تو گوگل سرچ میکنم و پیداش میکنم. همین که من میدونم چجوری جوابمو پیدا کنم، نه اینکه حالا من حرفه‌ای هستم و هرچی بیشتر یاد بگیرم که چطوری میتونم جوابو پیدا کنم، یا موقع از یه همکاری بپرسم این که چطوری میتونم دیباگشون کنم اصلا، یا یه رویکردایی رو همکاران بهم خواهند گفت آقا اینو در نظر گرفتی، این آنالیزی که زدی مثلا این اشکال داره، دیتای تو فلان نوعه ولی تو فلان آنالیز زدی، اصلا به نظر میاد مثلا پیش‌فرض‌های آماریش رو رعایت نکردی و من حواسم نبوده و مطلبم داره انجام میده، یه چیز داده بهش دادم داره آنالیزش میکنه، دیتا هم میده من و کلی چیز میتونم یاد بگیرم و فقط مثلا ممکنه گوگل نباشه، ممکنه نظرات دیگران باشه، مقالات باشه، روش‌های جدید آنالیزی و حتی کدنویسی رو مثلا آدما بیان بگن. از رشته‌های دیگه میتونیم خیلی یاد بگیریم. احتمالاً حالا به فراخور اینکه چه موضوعی کار می‌کنید، مثلا ممکنه شما یه مقاله رو پیدا کنید که راهکار اون کدی که می‌خواید بنویسید مثلا مربوط به رشته مخابرات باشه و مثلا اولین بارها شاید آقا چه ربطی داره، من که رشته مثلا نوروساینس، من که رشته روانشناسی، مخابرات، و وقتی اون مقاله رو می‌بینید و کدش رو می‌نویسید متوجه این مسئله خواهید شد. و اسلاید آخر که بعدش دیگه وارد نرم افزار بشیم، اصلا مطلب چی هست؟ مطلب خب طبعا به صورت خیلی خیلی خلاصه
یه نرم افزار هستش و حالا زبان مخصوص به خودش که بیشتر توی محیط مهندسی بهش پرداخته میشه و توی اون در واقع فضا خیلی بیشتر شناخته شده هست، یعنی حداقل برای اون فضا بیشتر میشناسیمش و ما فکر میکنیم مربوط به مهندسا فقط هست. تو رشته های مختلفی کاربرد داره. مخفف متمتیک لابراتوری هستش، یعنی آزمایشگاه ریاضی. البته بعضی ها مثلا میگن که مخفف ماتریکس لابراتوری هست، این که آزمایشگاه ماتریسی و نقطه قوت اصلی این نرم افزار این هستش که همه کاراشو روی ماتریس در واقع پیش میبره و همینجا میتونیم پل بزنیم به سوال بعدی که بحث کوچولویی هم توی گروهمون دیروز داشتن دوستان که اصلا چرا مطلب. داده هایی که ما تو علوم اعصاب داریم خیلی از جنس ماتریسی هستن و چند بعدی میتونن باشن، برای همین مطلب دست ما رو خیلی باز میکنه. حداقل اینکه اون دانشمندانی که شروع کردن به کارهای آنالیز دیتاهای علوم اعصاب از این نرم افزار استفاده کردن به خاطر این قابلیتش. اما بعد از اون بهتره بگیم که حداقل من اینجوری عرض کنم که چرا ما با مطلب شروع کردیم. برای جواب دادن به این سوال بهتون اینطوری خواهم گفت. اولا که مطلب تنها نرم افزاری نیستش که ما به عنوان ساینتیست و ریسرچر و حتی علاقه‌مند به نوروساینس بهش نیاز داریم و باهاش کار خواهیم کرد. برای اهداف مختلف ما نرم افزار و زبان مختلف رو نیاز داریم و بهتره که مهارت توی اون زبان‌ها رو هم کسب کنیم که حالا من عرض کردم امیدوارم تو ادامه همکاری بهتر بگم در خدمت شما بودم دوره‌های تکمیلی و در واقع بیشتر و زبان‌های بیشتر رو خدمتتون ارائه خواهیم کرد. اما در مورد مطلب یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که همونجور که عرض کردم خیلی از دانشمندان که حالا سالهای گذشته قبل از اینکه مثلا زبان‌های خیلی شاخصی مثل پایتون در واقع ارائه بشن به دلیل همین خصوصیت ماتریسی بودنش از مطلب استفاده کردم و من وقتی بخوام جوین بشم به لب اونها یا اینکه باهاشون همکاری بکنم یا کلابوریشن داشته باشم احتمالاً لازمه که مطلب بلد باشم و غیر از اونم اونها یه سری کدهایی رو دارن که یه قسمت از آنالیزاشون دیگه لازم نیست شما برید کد جدید بنویسید، با همون کدهای قبلیشون دارن پیش میبرن، شما مرحله بعدی رو باید انجام بدید و به دلیل قدمتی که داره من نیاز دارم که مطلب رو بلد باشم. اما نقطه مقابل این موضوع این هستش که مطلب یک نرم افزار پولی هست و ما تو کشورمون مشکلی باهاش نداریم و خارج از ایران چند هزار دلار پول این نرم افزار هست، افراد به این راحتی که ما داریم استفاده میکنیم استفاده نمیکنن و اون وقت خب امتیاز پایتون و نرم افزارهای اوپن سورس مثل اون آر و از این دست خب غیر از خصوصیت‌های در واقع فنیشون این نکته هم قابل توجه و تأمل میشه. با این حال من دوباره تکرار میکنم ما با مطلب شروع کردیم و حالا یکی از دلایلش رو هم عرض کنم خدمتتون. بقیه دلایل تقریبا توی زبان‌های مختلف خیلی حداقل در مورد پایتون خیلی نمیتونیم بهش اتکا کنیم که بگیم مثلا فروم هایی تو اینترنت وجود داره که کدهای مطلب و یا سوال هایی که شما تو حوزه مطلب دارید و جواب میدن. در مورد پایتون هم همینطور هست، به راحتی نمیتونیم بگیم کدومش بیشتر و فقط این که باید بدونیم که همون که عرض کردم خدمتتون ما باید توی زمانی سویچ کنیم به یا بهتر از سویچ اینه که مهارت توی زبان‌های دیگر رو هم به فراخور کارهایی که داریم انجام بدیم کسب کنیم و فقط به یک زبان بسنده نکنیم. وارد در واقع مطلب میشیم و ازتون خواهش میکنم که همونجور که عرض کرده بودم مطلبتون رو ران داشته باشید و این فایل هنزانی هم که خدمتتون فرستادم رو اجرا بکنید رو در واقع در دسترس داشته باشید که روش صحبت کنید. قبل از هر چیزی بریم در مورد خود فضای مطلب یه خورده صحبت کنیم که اصلا این نرم افزاری که اجرا میکنیم یه سری پنجره ها داره و
ببینیم که اینش کنم. خب مثل خیلی از نرم افزارهای دیگه نوار منو و حالا اون پراپرتی بارش اگه اسمش رو همچین چیزی بذاریم بالا هستش و در واقع مشاهدهش میکنیم. یه سری خصوصیت‌ها داره که فراخور نیازمون بهش اشاره خواهیم کرد در طول دوره. بعد از اون یه پنجره داریم که کارنت فولدر هست، همونجوری که از اسمش مشخص هستش. اون پنجره‌ای هستش که من الان داخلش هستم، یعنی الان و آدرسش رو هم توی آدرس بار دارم میبینم. اگه وقتی به صورت مرحله مرحله دارم میبینمش، اگه توی فضای خالیش کلیک میکنم همون آدرسی که توی سیستم عاملم در واقع معنی داره رو اینجا خواهم دید که یه تفاوت کوچولی توی ویندوز و اپل iOS وجود داره. اینم باید توی آدرس یا حواستون باشه اگر سیستمتون ویندوز نیست، چون من دارم با ویندوز خدمتتون عرض می‌کنم. پنجره دیگه که وجود داره پنجره ادیتور هست که ما در واقع اینجا کد هامون رو می‌نویسیم و کد هایی که اینجا نوشته میشن در واقع کد هایی که اینجا هستن رو ما میتونیم ذخیره‌شون بکنیم و دوباره بازشون مثل همین فایلی که من خدمتتون فرستادم. حالا الان خیلی از کارهای ما اینجا صورت میگیره در واقع و بهش برمیگردیم و بیشتر درباره‌اش توضیح خواهم داد. اگر در واقع این پنجره اگر این پنجره رو نمی‌بینید توی در واقع منوی هوم یه گزینه وجود داره به نام لی‌آوت و من این دیفالت رو میتونم بزنم تا این پنجره ها همشون باز بشه. اگر با وجود اینکه این کاری کردم ولی پنجره‌ای برام باز نشد، که البته بعیده، شما وقتی این هندزان رو ران کرده باشید نباید این اتفاق براتون افتاده باشه، ولی اگه به هر دلیل اتفاق افتاد شما میتونید با نیو اسکریپت یه پنجره جدید باز کنید و در این صورت دیگه در واقع ادیتور شما ظاهر میشه و یه تب به این ترتیب رو خواهد داشت که یه فضای خالیه و این پنجره شما در واقع نمایش داده خواهد شد. پنجره بعدی ورک اسپیس هست. ورک اسپیس جایی هستش که وقتی ما متغیرهامون رو تعریف میکنیم و بهشون مقدار دهی میکنیم اینجا نمایش داده میشه، یعنی لیستی از متغیرهای ما به علاوه مقداری که دارن رو اینجا نمایش میده که حالا در ادامه که کار کنیم اینجا متغیرها ظاهر میشن و شما خواهید دید. و پنجره آخر حداقل تا الان پنجره کاماند ویندو هستش که ما میتونیم اینجا در واقع یه سری دستور به مطلب بگیم که همون لحظه‌ای که من در واقع می‌نویسم و اینتر رو میزنم برام اجراش کنه. از همتون خواهش میکنم که این چیزی که من می‌نویسم رو انجام بدید. قبل بنویسید آ مساوی با مثلا 10 و اینتر رو بزنید. چند تا اتفاق میفته اینجا. اول اینکه اینجا هیچ اتفاقی تو کد اصلی ما نیفتادش. این کد اصلی ما هستش و من وقتی سیوش کنم اثری از این آ و 10 و اینا نخواهد. هیچ فایلی هم توی فولدر من اضافه نشد. اما توی ورک اسپیس من یه متغیر اومد که اسمش A هست و همونجوری که گفتم مقدارش هم 10 هست، مقدار دهی که من کردم. و همه کارام هم توی این کاماند ویندو کردم، یعنی دستور دادم به مطلب که یه متغیر تعریف کن 10 تا یه عدد 10 هم براش مقدار دهی کن و بذارش در واقع در نظر بگیرش. بعد از این یه دستوری رو می‌نویسیم به نام CLC Clear Screen. وقتی CLC رو می‌زنیم البته حالا کلیر اسکرین مربوط به داس بوده ولی این به تعبیر این همه هست. همین کاماند ویندو منو پاک میکنه، یعنی همین چیزایی که اینجا نوشته بودم بدون اینکه متغیر منو پاک کنه، نه خودشو نه مقدارش رو، فقط اینجا رو پاک میکنه. یعنی من اینجا هر چی نوشته باشم وقتی CLC رو نوشتم اینتر رو بزنم فقط اینجا پاک میشه. دستور بعدی این هستش که ما بنویسیم میخوام این متغیر رو از تو ورک اسپیس هم پاک کنم. دستورش کلیر هست، پاکش میخوام بکنم. کلیر آ. اگه کلیر آ رو بزنم میبینیم که اینجا دیگه من متغیر به عنوان آ رو ندارم. اما اگه چند تا متغیر داشته باشم مثل این و این، یعنی من 2 تا متغیر داشته باشم، برای اینکه همه‌شون رو پاک کنم میتونم بنویسم کلیر آل.
قبل از اینکه اینتر بزنم یه نکته رو بگم. تو نسخه های قبل از فکر می‌کنم 2020 ما حتما باید کلیر آل رو می‌نوشتیم تا کار کنه، تا همه رو پاک کنه. اما تو نسخه های جدید از 2020 به بعد میتونیم بدونیم که کلیر آل رو بنویسیم در واقع اینو داشته باشیم. اینم یه نشونه‌ای هم بهتون میگم. خود اگه خیلی خوبه که همراه من هر کاری که می‌کنم رو انجام بدین. سعی می‌کنم آروم‌تر برم که شما بتونید با من همراهی کنید. و اگه جایی هم لازم بود به من بگید که سرعتمو کم کنم یا صبر کنم تا شما برسید. این کلیر آل رو که من نوشتم، کلیرش رو که ببخشید کلیر آل رو که نوشتم برم یه جای دیگه، زیر آل من یه خط یا در واقع خطوط موربی رو یا درجه موجی رو نمایش میده و اگه روش وایسم یه علامت حالا اخطار یا یه اعلانی رو نمایش میده و یه توضیح هم میده. و دلیلش هم همین بود که عرض کردم خدمتتون. ما میتونیم توی این ورژن، چون نسخه من 2021 هستش، بدون در واقع نوشتن آل همون کاری رو که کلیر آل انجام میده رو داشته باشم. من اینو اینجا پاکش میکنم که برگردم به حالت قبلی خودم و اینجا می‌نویسمش. البته اینا خیلی مهم نیست، شما اونجا هم بنویسید خیلی مهم نیست. و کلیر آل میزنم و میبینیم که این متغیرهای من همشون پاک شدن. حتی اگه کلیر رو هم مینوشتم این اتفاق میفته. و یه دستور دیگه هم اینجا هستش که متعارفاً معمولا این اولا خیلی هم مینویسن، یعنی CLC کلیر و کلوز. کلوز هم مثل کلیر آل داره، اما تو این نسخه ها ما میتونیم آلش رو ننویسیم. وقتی ما اینو بنویسیم الان اجراش بکنیم هیچ اتفاقی نمیفته. پس چیو میبنده؟ وقتی که شما با پلات میکشید، مثلا یه داده رو دارید میخواد پلاتش بکنید یا یه عکسی رو لود میکنید، یه پنجره های فیگرمون رو باز میکنیم، به وسیله کلوز میتونم اونا رو ببندم. دوباره مثل همون کلیر اگه برای پنجره هام اسم گذاشته باشم میتونم بنویسم کلوز اون پنجره اسمشو بنویسم و اگر نه میتونم به وسیله کلوز آل همشون رو ببندم که صفحه اسکرین هم در واقع پاک میشه. الان اینجا من به CLC بیشتر نیاز دارم که اینجا پاک بشه که بتونم کدامو راحت تر ببینم و تمیزتر. خب اگه اینجا رو نوشتید میتونید اینو روی در واقع CLC کلیر و کلوز رو همونجوری که من نوشتم بعدشون هم سیمیکالن در واقع رو همین سیف کنید. اگه دوست داشتید میتونید این عددا رو این عددا رو هم در واقع یعنی لاست ادیشنش هم اگه دوست داشتید خودتون تغییر بدید. علت این که این ارور رو من دریافت کردم. من یه دکمه اشتباهی رو زدم که شما چون با کیبورد زدم طبق عادت و خطا وجود داره، از قصد یه سری خطا توی این کد وجود داره، به من گفته که یه جایی در واقع یه خطای صورت گرفته و ما نمیتونیم اینو اجراش بکنیم. اگه شما با این مواجه شدید نگران نباشید. این خطاها رو تو در واقع در ادامه باهاش روبرو خواهیم شد و برطرفش خواهیم کرد و یاد خواهیم گرفت که چرا اون خطا اومده. و این خط قرمزا و این نوشته قرمزا میشن همه اخطارها و خطاهایی که مطلب در اختیار ما قرار خواهد داد. که حالا من سعی میکنم یعنی فعلا ازش رد میشم که به موقعش بهش بپردازم. خب قبل از اینکه بریم برای فایل براوزینگ، اینجا میخوام یه چند تا چیز دیگه هم خدمتتون بگم. اینکه احتمالاً چیزایی که شما اینجا می‌بینید مثل این علامتی که باز و بسته میشه برای من شما نداریدش و این خیلی کمک کننده هستش که وقتی من یک کد طولانی رو می‌نویسم بتونم کدامو همشون رو باز کنم یا همشون رو ببندم یا یکیشون رو ببندم و بقیه‌شون رو باز کنم. برای اینکه اینا فعال بشن و یه سری در واقع یه خصوصیت دیگه، لطفاً فقط برای اینکه متوجه بشید که من چه چیزی رو میخوام بگم، اینجا می‌نویسم آ مساوی همون 10 که گفته بودم. شما هم زحمتش رو بکشید بنویسید و همش رو انتخاب کنید حالا به هر ترتیبی که میخواید و دکمه F9 رو روی
کیبوردتون بزنید. اتفاقی که افتاد، همین خطی که انتخاب کرده بودم توی کامند ویندو هم خودش قرار گرفت، اجرا شد، علامتش هم اینه که یه خط جدید اضافه شد و آ رو در واقع یه مقدار بهی با عدد 10 کرد و گذاشتش توی ورک اسپیس، یعنی یعنی این خط اجرا شد. به عبارت اینی که می‌خواستم بگم شما باز احتمالاً نداریدش اگه اولین بار رو نصب کردید و قبلا با مطلب کار نکرده باشید، این هستش که این باتری که زیر آ، وقتی من موسمو میبرم روی آ یعنی متغیرم، اینجا نمایش داده میشه آ 2.1 در 1 دابل مساوی 10 رو شما نداریدش. میخوایم الان بریم این در واقع کد فولدینگ، یعنی اون باز و بسته شدن تیکه ها، یعنی مثبت و منفیه رو به علاوه در واقع این خاصیتی که من در واقع دیتا تیپی هستش که میتونه دیتایی که من دارم رو توی متغیر نمایش بده رو در واقع تنظیماتش انجام بدیم، چون توی ادامه خیلی به اینا نیاز خواهیم داشت، مخصوصا به این در واقع فعال کردن دیتا تیپمون. خب برای این کار اگه منوی هومتون فعال نیست، لطفا منوی هوم رو بیارید تا این پنجره در واقع این گزینه ها فعال شن و بریم روی گزینه پرفرنسز. من موسمو بردم روی در واقع دارم تکونش میدم که شما امیدوارم ببینیدش و لطفا روی دکمه پرفرنسز بزنید تا پنجرهش باز بشه. داخل پنجره پرفرنسز ما می‌خوایم دو تا چیز رو پس فعال کنیم. یکی رو گفتیم اسمش در واقع دیتا تیپ هستش. برای اینکه دیتا تیپ رو فعال کنم از قسمت ادیتور دیباگر که اون وسط ها هست، الان با خط آبی تقریبا هایلایت شده، گزینه دیسپلی رو که الان هایلایت شد رو انتخاب میکنم تا گزینه‌های مربوط بهش فعال بشن. این سومین گزینه تو در واقع قسمت جنرال دیسپلی آپشنز، یعنی همون بالاترین قسمت، سومین گزینهش enable data types in edit mode هست. یعنی من تو این ادیتورم میتونم دیتا هامو به صورت یه تول تیپ ببینمشون، حالا تیپ بهتره بگیم دیگه. این لطفاً تیکش رو بزنید و تیکش فعال باشه و اپلای رو بزنید. این برای حالا اگه برید روی اون آیی که نوشته بودید و اجرا کرده بودید، احتمالاً باید مثل صفحه من اینو ببینید. اما اگرم نمیبینید صبر کنید، چون ممکنه که در واقع نیاز به اون اوکی داشته باشه. قبل از اینکه پنجره پرفرنسز رو ببندیم با اوکی، میریم توی قسمت در واقع 4 تا پایینتر از دیسپلی کد فولدینگ و اینا رو همه رو قسمت اینیبلش رو تیک میزنم و بعد اپلای و بعد اوکی رو، همه اینا رو در واقع تیکش رو میزنید و اوکی میکنید. حالا شما هم باید مثل من این خصوصیت ها رو داشته باشید که عرض کردم خدمتتون، در ادامه خیلی به کار ما میاد. و باز دوباره قبل از اینکه ادامه بدیم چند تا نکته ظریف رو عرض کنم. گفتیم که برنامه‌نویسی 3 تا مرحله داره که مرحله اولش فکر کردن بود و من گفتم وقتی وارد فضای مطلب میشیم من اینو به خدمتتون یه بار دیگه توضیح خواهم داد. یکی از جاهایی که خیلی خوبه، لازم نیستش که یه داکیومنت جدا از فایل در واقع مطلبتون داشته باشید، مثلا یه ورد بنویسید، یه عکس درست کنید، این حرفا بهتره که اصلا حرفاتون رو تو خود اینجا بنویسید. اما من اگه یه چیزی بنویسم اینجا و خب مثلا بنویسم اون عددی که می‌خواستیم چی کنیم، گفتیم که آقا اینیشیالایز کن سام رو، و بعد مثلا اینجا بهم اگه میخوام یه ران کلی بگیرم اینا رو خطا میده مطلب، من باید اینا رو تبدیل کنم به یادداشت. یعنی اصلا اینا کد نیستش، مطلب اینا کد نیست، اینا یادداشتای منه. من فقط میخوام فکرامو اینجا بنویسم، به عبارتی بلند بلند فکر کنم و ببینم فکرامو. برای این کار از کامنت استفاده میکنیم. برای اینکه کامنت داشته باشیم تو زبانهای مختلف در واقع کامنت گذاشتن روش‌های مختلف خودشو داره، ممکنه تو بعضی از زبان‌ها مشترک باشن. توی مطلب ما در واقع درصد استفاده می‌کنیم. درصدی که بذارم سبز میشه خودش و بعدش هر چی بنویسم سبز خواهد بود، مثل اون اینیشیالایز که گفتم. و اینو دیگه مطلب اجرا نمی‌کنه. یک
خصوصیت دیگه ای که این درصد داره اینه که اگه من 2 تا درصد پشت سر هم و چسبیده هم بذارم، می‌بینید که این قسمت زرد کم رنگ شد و اینجا یه دونه سکشن برای من درست میکنه و اینجا رو براش یه دونه در واقع با این علامت مشخص میکنه و بک‌گراندش هم زرد میشه. و یه خصوصیتی که داره، من میتونم سکشن فقط یه سکشن رو در واقع اجرا کنم، هیچ جای دیگه از مطلب ران نشه، فقط همین یه تیکه اجرا شه. روی این جایی که در واقع زرد شده و جدا شده اگه کلیک کنیم، یه گزینه‌ای داره نوشته evaluate current section، شورتکاتش هم کنترل اینتر هستش. اگه من این گزینه رو در حالی که راست کلیک کردم و این فعال شده بزنم، این دستورایی که توی این سکشن وجود داره همشون اجرا میشن. یا اینکه اگه توی این صفحه در حالی که اینجا انتخاب کنترل و اینتر رو بزنم، در واقع این اجرا خواهد شد. این مربوط میشه تنظیمات نرم افزار من. اگه شما هم این ارور رو دریافت میکردید در حالی که کنترل اینتر رو میزنید، به هم بگید که بعداً نحوه درست کردنش رو براتون عرض بکنم، چون خیلی چیز مهمی نیستش. اگه شما تازه نصب کردید بعید اون مسئله مواجه بشید. خب و وقتی که یه دونه درصدم باشه میشه کامنت تایم. یه موقعی هم هستش که من یادم میره اولش رو در واقع درصد بذارم، یا اینکه مثل این جاهایی که دارید میبینید من یه دستوری رو نوشتم، بعدش میخوام توضیحش رو بعدش بذارم. از هر جا توی هر خطی درصد رو بذارم، در ادامهش میشه کامنت من و اون قسمتی که در واقع ثبت شده دیگه اجرا نمیشه و من میتونم هر چی دلم خواست اینجا بنویسم و این بسیار کمک کننده هستش. و حالا ما یه کد آموزشی داریم که هر تیکش برای یه چیزی هستش، ولی اگه برنامه جدی می‌خواستیم بنویسیم، بهتره که ما توضیحاتمون اینجا بنویسیم و حتی فکرامون اینجا بنویسیم، یا اگه توضیح برای آدمای بعدی داریم هم اینجا بنویسیم که مثلا برای فلان، مثلا من کد نوشتم که اگه می‌خوای اینو اجرا کنی و همه چیزا توی فیگر نمایش داده بشه، حتما باید از 2020 مثلا استفاده کنی. دلیلش هم نوشتم و خب فرد اگه اونو اجرا کنه یا بازش مون حتی میره. خب بریم مرحله بعدی، فایل براوزینگ. فایل براوزینگ همونجوری که از معنیش مشخص هستش، ما میخوایم بالاخره با فایل های مختلفی که از در واقع دیتا هایی که اخذ میکنیم کار بکنیم و این ممکنه جاهای مختلفی از هارد کامپیوتر ما و سیستم ما باشه. اما نیاز داریم که توی در واقع به مطلب آدرس دهی بکنیم که بتونه نویگیت بکنه تو سیستم ما، از جاهای مختلف دیتا برداره، جاهای مختلف دیتا بنویسه، توی خود اونها هم یه سری کارها رو بتونه انجام بده. اولین گزینه CD هستش. اگه CD رو انتخاب کنید، همینجوری که انتخاب کردم و راست کلیک بکنید evaluate selection رو بزنید یا F9 رو بزنید، دستور CD براتون اجرا میشه و همونجوری که میبینید این همون آدرسی هستش، یعنی همون کارنت دیرکتوری من هستش. بعد همونجوری که توضیح هم نوشته شده، دایرکتوری که درش هستم رو یا درش میخوام باشم رو مشخص میکنم. اگه من یه جای خاصی رو از سیستمم آدرس بدم بهش، مثل اینکه مثلا نکنید الان کارنت فولدر من همینجا هست، اگه شما هم لطفا این کارو بکنید، این چون آدرسامون با هم فرق داره، تا در واقع قبل از کد رو کپی کنید، بعد CD، بعد پیست، ببخشید اینم خوب شد اشتباه کردیم، یه نکته یادتون بدم. علت این که کار نمیکنه این هستش که الان من دارم، قبلا بهش گفتم توی CD خالی بهش گفتم برو اینو اجرا کن، بگو من کجا هستم، یه خروجی به من داد که همینجوری که میبینید یه متنه. خب اما حالا من دارم بهش دستوری میدم
که در واقع مهمه که این دیتا چی باشه. یکی از چیزایی که مطلب براش مهم هست، فاصله معنی نداره. فقط برای اینکه امتحانش بکنیم این قسمت فاصله رو دیدیم توی فولدر من که 2 صفر فاصله نوروساینتیست شو هستش. اگه من اینو برش دارم تا 2 صفرم و جی رو بزنم دیگه درست میشه و من میرم توی فولدر جی و همه راز این خطاهایی که شما باهاش مواجه شدید و خیلی هم خوشحالم که من این رو ناخواسته مرتکب شدم تا شما ببینیدش، این بودش. این توی مطلب ما فاصله نداریم. پس همین الان یه درسی رو میگیریم. من با یک باگی مواجه شدم، مطلب به من تذکر داد و ران نکرد دستور منو و من حالا این تجربه بود و شاید اگه نمیدونستیمش باید کلی زمان می‌داشتیم و نمیدونستیم که چرا داریم این خطا مواجه میشیم. و خب درسش چیه برامون؟ از این به بعد در واقع توی آدرس دهیمون توی سیو کردن فایل هامون از مثل این فایلی که من براتون اسمشو فرستادم هیچ فاصله نیست. من حواسم نبود تو آدرسش هم نباید فاصله می بود. از فاصله استفاده نکنیم و همینجوری که می‌بینید یا به هم چسبیده باشن یا اینکه از آندرلاین استفاده کنیم. ترجیحاً از دش هم استفاده نکنیم. اشکالی ایجاد نمیکنه ولی ممکنه تو بعضی سیستم عامل‌ها تفاوت بکنه عمل کردش یا تو خوندن فایلش. من گفتم خب دستور بعدی که میتونیم داشته باشیم ls هستش. ls چی کار میکنه برای ما؟ ls میاد در واقع محتوایی که توی اون فولدری که من هستم، یعنی توی کارنت فولدر من هر محتوایی که هستشو در واقع نشونم میده که این نقطه و 2 نقطه معنی سیستم عاملی دارن که میشه مثلا مرحله‌های فولدرهای بالاترش و بعد اینا میشن فایلایی که اونجا داریم. یه فایل ASV همینجوری که اینجا میبینید، اینجا مثلا ما همون 4 تا فایل داریم و یه دونه فولدر SUP و همه رو اینجوری نمایش میده و من میتونم دسترسی داشته باشم به محتوای فولدرم. پس CD شد جایی که هستم یا جایی که میخوام برم، این شد محتوای جایی که هستم یا محتوای جایی که میخوام. همین الان میتونیم اینجا امتحانش بکنیم. شما میتونید امتحانش بکنید. همه فولدرهایی که من توی درایو جی دارم رو نمایش داد از اینجاست. یه دونه فایل حالا هیدن داره و خیلی چیزا دیگه. خب یه چیز دیگه که یه دستور دیگه وجود داره از این براوزینگ ها DIR هست که مخفف دیرکتوری دایرکشن. اینم خیلی شبیه ls هستش و محتوا یعنی فایل ها و فولدر هایی که توی کارن فولدر من هستش رو نمایش میده. اگه اجراش بکنیم دقیقا همون چیزیه که در واقع ls برامون انجام میده. یه سری جزئیات دارن اینا، یه سری تفاوت ها دارن که در ادامه که وقتی ازشون استفاده میکنیم توضیحاتش رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. و یه دستور بعدی pwd هستش. شاید حالا باهاش کار نداشته باشیم. اون جایی که مطلب ما نصب شد در واقع بازم کارن فولدر من رو خواهد داد. کارن فولدر جایی که در واقع کارن فولدر که مطلب میشناسه رو نمایش میده. ممکنه من رفته باشم و برگشته باشم، به چه دردی میخوره؟ میتونم من در واقع یه مقداره میبینید یه متغیر درست کرد در حالی که CD هم کارنت دیرکتوری بود دیگه. خب این دوره نوشتمش. اگه CD رو اجرا بکنیم میگه که در واقع یه مقدار رو به ما نشون میده، هیچ متغیری درست نمیکنه. اگه اینجا الان یه بار کلیر رو بزنید همه متغیراتون پاک بشن و دوباره CD رو اجرا بکنید
هیچ متغیری اینجا ایجاد نمیشه و من نمیتونم ازش در واقع استفاده کنم از این آدرسه. یعنی من اگه بخوام این آدرسه رو یه جایی فراخوانی بکنم، بگم برو اینجا سیو کن یا یه چیزی از اینجا بردار، من باید در واقع به وسیله CD نمیتونم این کارو بکنم. اما به وسیله PWD در واقع یه متغیر درست میکنه و اون آدرس کارنت فولدر من رو به صورت یه تکست، به صورت کاراکتر میبره میذاره تو اون متغیر. اگه ما متغیر براش تعریف نکنیم، برای هر دستوری توی مطلب یه متغیر ANS مخفف answer درست میکنه خودش و در واقع اون مقداری رو که درست کرده از اون دستور رو میریزه توی اون متغیر ANS و همینجا میتونیم یک کاری انجام بدیم، مثلا A مساویه با PWD و میبینیم که مقدار A میشه همین answer و اینجا میبینیمش که حالا اگه روش بیستیم میبینیم که دوتا یکی هستن و اون وقت من میتونم از مقدار A جاهای دیگه که خواستم استفاده کنم. میتونیم اینجا رو پاک کنیم. بریم برای در واقع استفاده از اینها. ما دو تا دستور یاد گرفتیم، یکی CD بود که گفتیم جامون رو نشون میده، یکی هم که گفتیم در واقع جایی که الان هستیم رو مشخص کنه. DIR جایی که هستیم رو مشخص میکنه. اگه من این دستور رو اجرا بکنم، یه دونه متغیر درست میکنه به نام فایل نیم که 7 تا در واقع یه استراکچری که در ادامه خواهیم گفت که استراکچر چی هست، یه نوع داده تو مطلب هست و 7 تا در واقع خصوصیت داره و خصوصیت ها چیزای در واقع خصوصیت های کارنت دیرکتوری من هست. اگر روی متغیری که حالا این پنجره هایی که گفتم فعلا این پنجره ها، اگه ما روی متغیری که توی ورک اسپیس وجود داره دبل کلیک بکنیم، یه پنجره به نام وریبل باز خواهد شد و محتوای اون در واقع متغیر من رو نمایش میده. اگه برگردیم رو مثال 10 A مساویه با 10 یه بار دیگه اجراش بکنیم و حتی آ رو هم که حالا میدونیم فقط یه دونه مقدار داره و مثل این متغیر فایل نیمز انقدر چیزی نداره، اونم نمایش ما میده و فقط یه دونه مقدار داره. این آقا میبندمش، برمیگردیم به فایل نیم. فایل نیم در واقع نشون یعنی اولا که فیلد های مختلفی داره که یکیشون اسم، یکیشون فولدر یعنی جایی که هستیم. من میتونم مثل چیزای اکسل اینو بزرگ کوچیک کنم، حالا این طبیعتا بدیهیه. تاریخی که حالا درست شدن، مقدار حجمشون، در واقع اون اینکه فولدر هستن یا فایل رو اینجا میتونید در واقع به یه تعبیری بفهمیدش، یعنی تشخیصش بدید. اونایی که فایل هستن مقدار ایزدیرشون 0 هست، اما اونایی که از جنس فولدر هستن یا از جنس آدرس هستن مقدارشون 1 هست. و در واقع اینم حالا یه متغیر دیگه هستش که یه دیتا نام، یعنی عددی هستش که مربوط به اون تاریخ هست که بماند این مربوط میشه به حالا کلاک کامپیوتر ما و از این دست مسائل که اصلا موضوع بحث ما نیستن. یا اینا چرا انقدر شبیه به هم هستن و عددشون انقدر بزرگه، اینا بماند مربوط میشن به کلاک کامپیوتر ما. گفتیم که این دو نقطه و نقطه‌ای که توی در واقع CD میدیدیمشون، ببخشید توی LS و دایر میدیدیمشون، اینها مربوط به آدرس دایی هستن که حالا در ادامه خواهیم دید که چیکار میکنن. همین الان میتونیم این خط 21 رو اجرا بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. F9 رو بزنیم میبینیم که یه دونه فولدر رفتیم بالا، چون محتوای من توی کده اینجا بودیم، یعنی توی فولدر کد بودیم. اگه من CD نقطه رو بزنم یه دونه فولدر میام بالاتر، یعنی الان که توی کد هستم میرم توی فولدر یا پوشه مطلب اجراش میکنم. دوباره اینجا رو دقت کنید بهش که میره مطلب و محتوای فولدر مطلب که یکیشون کد هستش رو نشون میده که این کد هستش و من دوباره دبل کلیک میکنم میرم داخلش. ls هم در واقع ls دیگه نمیره توی اون فولدر، فقط محتوای فولدر رو در واقع بالایی من رو نشون میده. این هم که در واقع یه نکته فرقشون هم اینجا میتونیم ببینیمش.
اگه بریم تو مطلب، یعنی من دستی رفتم تو فولدر مطلب، اینجا میبینم 3 تا فولدر هست غیر از اون نقطه و 2 نقطه که داشتیم گفتیم، یه دونه یکیش که با تب از هم دیگه جدا شدن، داره اینا رو به من نمایش میده. خب خیلی وقتا من به این فایل کار دارم و به این آدرس دهیه کار ندارم، گفتیم از جنس فولدر، درسته؟ و میخوام اینا حذف شن. برای اینکه حذفشون کنم، این یه نکته‌ای که الان داشته باشیدش و در ادامه یاد میگیریم که اصلا یعنی چی همین امروز. این فایل نیم که گفتیم این خود فایل نیم و این محتواشه دیگه، و من میخوام این ردیف و این ردیفش حذف شه. با اجرای خط بعدی میبینم که فایل نیم من اینجا تغییر کرد و اون 2 خط اولشون، و اینجا هم دارم میبینم که تبدیل شدش به یه دونه در واقع استراکچر 5x1، 5 تا ردیف در واقع. و حالا این که حالا در یک هستش هم در توضیح استراکچر عرض خواهم کرد که یعنی چی و اینجا ما چرا داریم 5 تا چند تا ستون میاریم. واسه این دستور میتونیم اون دوتا رو حذف کنیم که در ادامه وقتی اینو گفتم ازتون خواهم پرسید که اینو برام اگه بشه توضیح بده یک نفر ممنون میشم، یا اینکه به عنوان تمرین میتونید بهش بپردازید یا بنویسید توی گروه که این چجوری این کار کرد وقتی اینو یادتون دادم که چی هستش و چی کار میکنه. اما ما آدرس دهی رو بهش یه اشاره کردیم، چند روشی که میتونیم بچرخیم تو کامپیوترمون رو یاد گرفتیم. اما قبل از اینکه وارد کدها بشیم ببینیم که چطوری میتونیم استفاده کنیم چیزایی که بلد نیستیم و کجا پیدا بکنیم. اولین چیز معمولا نرم افزارها کد هلپ خودشون دارن و یکی از خصوصیت‌های خیلی خیلی مهم مطلب هلپ خیلی غنی و عالیش هست، چون حالا همین الان میتونیم اجراش بکنیم. یکی این هستش که دستور هلپ رو بنویسم و اون دستوری که در واقع میخوام، مثلا cd ls pwd هر کدومی که میخوام رو جلوش بنویسم و اجراش بکنم. وقتی میبینید من اینو انتخابش کردم و بعدش هم اجرا میشه، یعنی اینکه من دکمه F9 رو زدم. اگر نگفتم اینو خب به خاطر داشته باشید و شما خودتون هم همین کارو لطفا انجام بدید. وقتی که از هلپ استفاده میکنم یک توضیحات مختصری رو که در مورد این دستور هستش تو همین کامند ویندو در واقع نمایش داده میشه که من میتونم اینجا درگش کنم بالا و حالا فضا رو کلا داشته باشم و بخونمش اگه حالا اینجا لازمش داره. و دستورهای مختلفی رو داشته باشم در واقع استفاده کنم و مثلا خط بعدی که ls رو نوشته و توضیحاتش رو بخونم و متوجه بشم که چه کار میکنه به صورت اجمالی. دستور دیگه که وجود داره داک هستش، یعنی داکیومنتی که مربوط به در واقع دستور dir هستش رو در اختیار من قرار میده که تفاوتی داره با دستور هلپ، یعنی دیگه توی پنجره یا توی پنل کامند ویندو نشونش نمیده بلکه میارتش توی یه پنجره جداگانه هلپ و خود اون دستور رو در واقع در اختیار من قرار میده و ما اینجا اون قسمت خوب یا بهتر بگیم عالی مطلب رو میبینیم که یه توضیحی داره، سینتکس، حالتهای مختلف سینتکس رو آورده، حالتهای مختلف سینتکس رو به ترتیب، یعنی اینجا مال dir بعد dir name تو تیکه بعدی گفته و این لیستینگ رو تو تیکه بعدی گفته و بعد از اون اگزمپل های مختلف رو گفته و تو هر کدوم از این سینتکس ها وقتی توضیحاتش رو میگه سمت در واقع راستش یه دونه کلمه اگزمپل رو نوشته که اگه ما روی اگزمپل کلیک کنیم میریم توی همون اگزمپل مربوط به این که حالا مثلا اینو میذارم که پایینتر هست میاد اینجا مربوط به اون دستور لیستینگ که گفته بودش و من میتونم مثلا با کپی پیست کردن همین دستورها و اون سعی و خطایی که گفتیم کلی از یادگیری ها توی سعی و خطا صورت میگیره استفاده کنم و یاد بگیرم که این کدی که الان دنبالش میگردم چیکار میکنه، این خصوصیاتش چیه. مثلا یه تکلیف این باشه که بگردیم ببینیم فرق ls و dir چه چیزهایی میتونه باشه، چه کارهایی میتونم بکنن و راهش هم همین هستش. میتونم از هلپ خود مطلب استفاده کنم. اما غیر از این یه راه دیگه هم وجود داره که چه بسا خیلی آسان‌تر هست و اصلا لازم نیست من کد بنویسم. میخوام مثلا این پنجره در واقع هلپ رو بستمش و حالا میخوام ببینی که مثلا دستور dir رو داشته باشم، میخوام هلپش رو داشته باشم بدون اینکه کدی بنویسم. میرم روش
کلیک میکنم و دکمه F1 رو میزنم، یا اینکه اگه روش راست کلیک کنم و این گزینه Help on DIR رو بزنم که معادلش هم همون شورتکات F1 هستش رو بزنم، همون داکیومنت رو میاره که اگه سیستممون یه ذره ضعیف باشه این لحظه‌ای که میخواد لود شه رو احتمالاً میبینید. اینم که حالا میگم سیستممون ضعیف باشه، ممکنه من یه عالمه چیز باز کرده باشم، لزوما معنیش این نیست که سیستم من بده یا ضعیفه، من ازش کار زیادی دارم میکشم. و حرفم این بودش که اون لحظه‌ای که اون نمایشی که ما داشتیم از این پنجره، یعنی ما این پنجره رو یه لحظه میبینیم تبدیل میشه به این توی این پنجره ها. حالا من نمیتونم، خیلی هم این مسئله مهم نیستش، میبندمش رو بریم سر اصل حرفم. و من میتونم خیلی خلاصه توی پنجره کوچولو یه دونه در واقع پنل بهتره بگیم همون محتوا رو داشته باشم، کاملا همون محتوای هلپ هستش و معمولا خیلی این کاربردی‌تر از اون یکی از، حداقل من به این بیشتر عادت دارم و خیلی هم در واقع پر کاربرد هستش. یه دستوری اینجا ازش استفاده کردم که بالاتر نگفتمش، mkdir، و میتونید همین خط رو اجرا بکنید یا اینکه از F1 استفاده کنید و یه مروری داشته باشید. make new folder همینجور که معنیش به ما داره میگه یعنی اینکه یه فولدر جدید درست میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ من اگه مثال اولش رو که نوشته make dir folder name رو بزنم، حالا توضیحش هم میتونم بخونم که یه فولدر جدید برام درست میکنه. چطوری؟ یعنی اینکه اگه من این و اون من دارم چیزی که بهتون توصیه میکنم اون مثل همون چیزی که گفتم اون پیش خودتون دارم انجام میدم و اینو کپی میکنمش، کپی، چون شما در واقع کنترل سی من نمیدیدید و اینجا پیستش میکنم و حالا تو کارن فولدر رو دارم میبینیم فولدر به نام dir وجود نداره و این دستور رو اجرا میکنم و یه فولدر درست شد به نام new dir. پس من میتونم توی مطلب یه وقتی مثلا میگم من فیگرامو میخوام همه رو بذارم توی فولدر، تو خود کدم میرم مثلا یه دونه دستور مینویسم make directory یعنی mkdir، بعد اسم اون رو میذارم مثلا figs یا figures، بعدش که خواستم سیو کنم میگم آقا برو تو این فولدره در واقع فیگر منو سیو کن یا حالا دیتای منو سیو کن. اینم از در واقع این دستور که هم یاد گرفتیم هم چرخی زدیم توی هلپ مطلب که چجوری میتونم ازش استفاده کنم، خیلی حالا مقدماتی و ساده. یه دستور دیگه هم وجود داره که مثل whois میمونه یا whos، همونجوری که توضیح نوشتیم جلوش، این دستور رو اگه اجراش بکنیم همه محتویات ورک اسپیس منو با یه سری توضیحات در اختیار من قرار میده و من میتونم از این استفاده کنم توی چرخیدن تو خود ورک اسپیسم. و همونجوری که داریم میبینید اینجا توی ورک اسپیس تو مشخصه داریم که اندازه‌شون رو برام نوشته، حجمی که گرفتن از کامپیوترمو نوشته به بایت، چه نوعی هستن و حالا یه سری خصوصیت‌ها که اینا خصوصیتی براشون هنوز ما تعریف نکردیم. اینم از دستور روز که میتونم در واقع دسترسی داشته باشم تو خود در واقع تو مطلب. در واقع ما داریم اینو میبینیمش، مطلب بهش دسترسی، کد من حداقل بهتر بگم به اینا دسترسی شاید نداشته باشه به صورت کلی، به وسیله هوز میتونم به وسیله هوز میتونم در واقع به اونها دسترسی پیدا کنم توی مطلب. خب و قبل از اینکه وارد مرحله بعدی و متغیرها بشیم، اینکه ما هم میتونیم توی قسمت ادیتور کد بنویسیم که چند تایی با هم نوشتیم، هم میتونیم توی قسمت کامند ویندو بنویسیم که باز اونجا هم نوشتیم. چه فرقی با هم دیگه دارن؟ همونجوری که قبل‌تر بهش اشاره کردم اینه که خب ما میتونیم کدها رو ذخیره کنیم و بعد مثلا برای همکارمون بفرستیم، مثلا همین فایلی که من برای شما فرستادم، اما اینا رو نمیتونم ذخیره کنم، مثلا گزینه‌ای نداره که مثلا سیو کنم. مثلا سیوی که اینجا وجود داره، اگه بریم تو ادیتور سیو، چیزی که سیو میکنه اینجا رو سیو میکنه، نه البته به روش‌هایی میشه اینها رو هم سیو کرد که البته خیلی شاید کاربردی نباشه، چون ما چیزای مختلف رو اینجا می‌نویسیم. بعضی وقتا
احتمالا خودتون در آینده تجربه خواهید کرد یا تجربه کرده باشید، حالا پیش اساتید مثلا یه آنالیزی رو گذاشته انجام بده که مثلا باید مثلا یک تسکی رو داره، مثلا کاری که ما انجام میدیم یه تول باکسی ران هستش که مانکی داره اجرا میکنه، ولی من این کامند ویندو فعال من میتونم بنویسم همزمان، یعنی یه مطلبه ها. خب و اینجا مثلا میخوام یه چیزی محاسبه کنم، اینجا مینویسم و فقط مثلا میخوام بررسی کنم که این ریاکشن تایم که الان این انجام دادش اون چیزی که مورد توقع من بودش هست یا نه. میتونم همین الان یه محاسبه کوچولی داشته باشم، یه مثلا حالا توی وارد مباحث سایکوفیزیک که بشیم اینجا خواهیم دید یه سری چیزا رو. مثلا میخوام زاویه و اندازه در واقع شعاع یک چیزی رو مثلا رسپتیو فیلد رو داشته باشم و یه فرمول خیلی ساده ای داره، اون فقط عدداشو دارم، میخوام ببینم که توی منطقه مورد انتظار من بود یا نه، یا اینکه میخوام توی اون تول باکس یه سری مقدار دهی کنم و توی اینجا حالا شاید حرفام خود پیچیده باشه چون مثال نمیزنم و اینو انجام بدم و من اصلا به این دیتا احتیاج ندارم، همین لحظه فقط میخوامش. و اون وقت اگه اینجا رو بگیم یه ورکینگ مموری در واقع مطلب هستش، اینجا مثل رم کامپیوتر، یه حافظه پاک شدنیه که من اصلا بهش نیاز ندارم همیشه، من به اینا نیاز دارم. و در واقع برای همین هستش که ما فقط اینجا رو میتونیم به عنوان یه چک نویس استفاده کنیم یا این چیزایی که همین الان میخوایم انجامش بدیم یا چک بکنیمش. پس اینم در مورد کامند ویندو. یه نکته که در مورد کامند ویندو وجود داره اینه که من میتونم کدهایی که قبلا نوشته بودم رو داشته باشم. به چه ترتیب؟ من یادمه که یه چیزی نوشتم که مثلا یه متغیر بی رو به عنوان 12 بود، چی بود مثال میگم، تو همین جلسه امروزمون با هم دیگه در واقع نوشتیمش. من چجوری به این پنجره دسترسی پیدا کنم؟ ببخشید در حالی که در واقع این توی کامند ویندو فعال هست و اینجا مثلا کلیک کردم و یعنی کرسر داره خاموش میشه، دکمه بالای کیبورد رو میزنم و این در واقع نوار فعال میشه. اگه دکمه بالا رو ادامه بدم برم بالا، همینجوری دستورایی که قبل‌تر می‌بینید خیلی دستورایی که قبل‌تر بوده رو مثلا نوشتیم. خب مثلا من این دستور رو میخوام که مثلا فلان جا اینو نوشته یه ساب پلاتی بود، الان به کار نمیاد، البته این باید قطعا ارور بده چون دیتا مثلا در واقع اون فقط رفتش محلش رو مشخص کرد، بهتره دیگه ارور نه دیتا رو من فراهم نکرد. و عرض کنم خدمتتون که و من دستور مثلا یادمه که اینو نوشته بودم قسمتایش رو و اینکه میتونم اصلا پاکش بکنم، یه دستوری نوشته بودم که با ببخشید توضیحش هم بدم خدمتتون. نگاه کنید من دنبال یه بار براتون نوشتم b مساوی 12 یادم یعنی و الان میخوامش به عبارتی به دلیلی b رو مینویسم، یه قسمتی از اون هستش، حالا تو اینجا فقط یه دونه یه حرفه و دکمه بالا رو میزنم و همه این چیزایی که من مثلا یا متأخرترین ها رو میاره و اولیش هم اون چیزی که من با b شروع کرده بودم اون نشونم میده و من میتونم به راحتی به صرف زمان خیلی کمی به اون چیزی که مد نظرم هستش دست پیدا بکنم. پس اینم میتونم در واقع ازش استفاده کنم، کدهایی که اینجا نوشتم. حتی میبینید اون پنجره ها ممکنه باز نباشن اما توی سیستم مطلب من تا یه تاریخچه‌ای مونده. تاریخچه‌اش مال حدود پارسال همین موقع هست. نه اینم از این. پس اینم در مورد کامند ویندو. بریم در مورد وریبل ها سرعتمون خود زیادتر کنیم. دوستی پرسیدن که من بخش ورک رو ندارم. اگه منظورتون ورک اسپیس هست همینجا که من دارم نشون میدم، گفتم که بیام توی در واقع منوی هوم لیاوت یکی این که دیفالت رو بزنید، یکی دیگه هم این که میبینید مال من همه این تیکاش خورده. اگه ورک اسپیستون تیکش نیست یه بار بزنید روش تیکش بیاد، یعنی الان شما اگه مثلا صفحه من هستش میبینید ورک اسپیسش تیکش غیر فعاله و وقتی بزنمش فعال میشه، میره سر جاش. امیدوارم که جوابتون رو گرفته باشید و تونسته باشید اجراش کنید. خب بریم سر
متغیرها. در مورد متغیرها و حالا مقادیر عددی که ما توی مطلب و خیلی توان‌های برنامه‌نویسی میتونیم داشته باشیم، اول از همه که اعداد طبیعی هستن یا اینتیجرها. اعداد طبیعی اعشار ندارن و به این در واقع به همین دلیل هم حالا در واقع اعداد طبیعی شناخته میشن و کسری نیستن. در عبارت نوع دیگه اعداد حقیقی هستن که اعداد حالا دابل، من حقیقی چون حقیقی فرق داره. اعداد حقیقی هستن دابل ها که اعشار دارن و حاصل یک کسری هستن و در واقع توی مطلب هم با همون اعشار تعریف میشن. من چند تا مثال گذاشتم تو حالتهای مختلف، یعنی اینکه هر دو طرف اون ممیز که با نقطه مشخص میشه ما عدد داشته باشیم، بدون صفر عدد داشته باشیم. مثلا دیدیو رو اگه ران کنیم کار خواهد کرد، ارور نمیده که چرا صفر نذاشتی و عددش هم بای دیفالت به صورت 4 رقمی نشون میده. یا همین دی سه یعنی من اینجا یه رقم بعد از اعشار گذاشتم در حالی که 4 رقم بعد از اعشار نشون میده. و نوع داده دیگه‌ای که وجود داره داده بولیان هستش. داده بولیان در واقع متغیرها یا ارزش‌های منطقی دارن، یعنی یا درست یا غلطه و ما متغیر تی رو درست تعریف میکنیم، مقدارش میشه ترو، میدونید نوعش هم نوعش لاجیکال، یعنی یه متغیر از در واقع نوع بولیان هستش و اگه اف رو هم اجرا بکنم مقدار عددیش صفر، همون 0 و 1 کامپیوتر و ارزشش هم در واقع همون معادل فالس هستش و ما چون همه کارامون رو قراره با عدد انجام بدیم، اینجا خودش به صورت خودکار این رو تبدیل به 0 و 1 کردش. اما توی همین مرحله درباره این که ما چجوری میتونیم متغیر ایجاد بکنیم صحبت کنیم. ما توی مطلب به همین که یه متغیر رو، یعنی شروع به نوشتن اسم یک متغیر کنیم، متغیر ما با مقدار دهی تولید میشه، مثل این هایی که اینجا انجام دادم. چند تا قانون داره در واقع اسم گذاری متغیرها توی مطلب. اول اینکه حتما باید با حروف شروع بشن. دوم اینکه فاصله توشون معنی نداره اینجا، که یه دونه تجربه کوچولوش هم داشتیم که تو آدرس برای ما ارور داد. اگه ما فاصله بذاریم در واقع مطلب ارور خواهد داد. ممکنه با ارورهای متفاوتی هم روبرو بشیم، چون اگه فاصله بذاریم مطلب، حالا در ادامه چند تا مثال گذاشتم، ممکنه که یه چیز دیگه ای رو برداشت بکنه و یه چیز دیگه تعریف شده باشه. حتی دیگه این که ما از یه سری کاراکترها نمیتونیم استفاده کنیم. از در واقع حتما باید در واقع متغیرهای ما با حروف شروع بشن، با هیچ کاراکتر غیر حرفی نباید استفاده کنیم. و یه نکته خیلی مهم که ارور هم نخواهد داد و ممکنه یه بلاهایی سر ما بیاره این هستش که از کلمات معنی داره و کلمات کلیدی بهتره بگیم که مربوط به خود مطلب هستن نباید به عنوان متغیر استفاده کنیم. که من تو اینجا چند تا مثال گذاشتم که در واقع اینا همون خطاهایی بود که اگه یادتون باشه وقتی خطا ران کلی میگرفتش خطا میداد تو خط مثلا 60 و اینها در واقع ارور میداد. اگه این خطا اجرا بکنیم ما با همون خطایی که اونجا دیدیم مواجه میشیم و بهمون هم میگه این در واقع اینجا خطا کردی و حتی تو بعضی از موارد مثل اینجا مطلب میاد به ما پیشنهادم میکنه. ور تو خیلی از زبان‌ها معنیدار هستش و بهتره که ازش به عنوان متغیر استفاده نکنیم و اگه بخوایم اینو تغییرش بدیم میتونیم این یک رو از اینجا برداریم، ور آندرلاین یک، ور یک، ور صفر یک، دیگه این که مای ور به این ترتیب، مای ور به این ترتیب، به این ترتیب، انواع اقسامی که خودتون میتونید برای خودتون درست بکنید رو داشته باشید و اون وقت دیگه این مسئله ارور نخواهد داد. تو مرحله توی مثال بعدی هم از نقطه استفاده کردیم که باز دوباره خطا میده بهمون. میتونیم از همین روشایی که گفتم اسمش رو درست بکنیم. مثال بعدی از ادساین استفاده شده، این یک کاراکتر که معتبر هست، از علامت سوال استفاده شده و این همون مثالی هستش که گفتم خدمتتون. فاصله وجود داره و
اگه اجراش بکنیم بعد از یه تایم ارور میده و میگه اصلا من همچین چیزی ویو نمیشناستش، یعنی ویو جدا گرفت و نتونست اجراش بکنه، اصلا به مرحله بعد نرسید، رو همین وی در واقع خطا داد. ما همچین دستوری ندارم، نه دستوری به نام وی دارم و نه متغیری به نام وی دارم که اگه مثلا یه دونه آندرلاین براش بذارم اون وقت این مسئله حل خواهد شد. چند تا مثال هم اینجا گذاشتم از نظر مقداردهی، مثل این 0402 وقتی اجراش کردم اون صفر رو حذف کرد ولی اروری به من نداد. اگه چند تا صفر هم اینجا بذارم هیچ اتفاقی نمیفته. توی ادامه باهاش مواجه خواهیم شد که مثلا بعضی جاها ممکنه مثلا من یه دیتایی داشته باشم که مثلا از 1 تا 10,000 و یک منو به دلیلی مجبورم با مثلا 4 تا 0 1 شروع کنم تا مثلا 5 رقمی باشه و اون وقت اینجا یه سری اتفاقا براش میفته که باید مدیریتش بکنم. و مثال دیگه هم که در مورد در واقع کلماتی که زده بودم مین هستش. مین دستوری هستش که توی مطلب میانگین چند تا داده رو برای من محاسبه میکنه. یه سعی بکنیم 5 و 6 و 7. خطا می‌کردم این که حالا در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد که مین رو باید متغیرش رو در واقع تعریف کنم، اون یه متغیر تعریف کنم که چند تا عدد و مقدار داشته باشه، بعد بگم که متغیر اونها رو با هم دیگه بدید. که حالا من الان نمیخوام وکتور و ماتریس رو الان ایجاد کنیم، ولی این در واقع دستوری هستش که میانگین یه مقداری که بهش بدیم و برام میگیره و اگه من الان این دستور رو اجرا بکنم مقداردهیش میکنه و دیگه اون دستور مین کار نخواهد کرد و باید من یه بار مطلبم رو بازبسته بکنم که تا این دوباره بارگذاری بشه و این درست بشه. فرمودید که این همون فلوت هستش. بله این همون فلوت هستش، دابل همون فلوت هستش توی زبان‌هایی مثلا سی و پایتون و اینها. بریم در مورد وکتورها. وکتورها چی هستن؟ ما الان چند تا عدد رو مثال زدیم، حالا عدد در واقع اعداد صحیح ما گفتم طبیعی، اعداد صحیح، بعد گفتیم اعداد حقیقی. اگه ما یه در واقع یه مجموعی از اعداد رو بخوایم داشته باشیم اون وقت میشن وکتور. اگه فقط یک ردیف باشن یا یک ستون باشن میشن وکتور. اگه افقی باشه میشه حالا وکتور افقی و اگه ستونی باشه میشه وکتور ستونی که به هر دوتاشون میگن وکتور. که توی خط 72 یه مثال زدیم که وقتی اجراش بکنیم وکتورمون رو میبینیم که توی خط 72 73 توی همین در واقع قسمت، توی این قسمت کرییتینگ وکتورز ما چند تا روش درست کردن وکتورها رو گفتیم. اولش اینه که حتما وکتورها باید توی مثلا من یه دونه وکتور جدید درست میکنم امیر، شما میتونید این کار رو انجام بدید و از کروشه و نه آکولاد، کروشه. خب کروشه باز یه سری اعداد میتونم بهش بدم، دو، لطفا این عددا رو یا شبیه من بزنید یا مثل من بزنید، 4 و 2 دهم و 0 و حالا 1 و کروشه بسته. وقتی اجراش میکنم همشون رو تبدیل کرد، برخلاف اون مثالی که اینجا داشتیم همشون رو تبدیل کرد به اعداد دابل یا همون فلوت یا همون اعشاری ها غیر از 0. خب به خاطر این است که یکی از عددهای وکتور ما از نوع در واقع عدد صحیحی نبود، اینتیجر نبودش، برای این همشون رو تبدیل کرد به اینتیجر. نکته دیگه این که هستش این هستش که روش دیگه که هستش اینه که به جای اینکه از این در واقع ویرگول استفاده کنیم میتونیم از اسپیس استفاده کنیم. توی خط 73 هست، اگه این هم اجرا بکنیم میبینیم که وک 1 دقیقا مساوی با وک آندرلاین 1 هستش، حداقل به لحاظ این چیزی که اینجا داریم میبینیم.
نکته که وجود داره اینه که اینو امتحان کنیم. من همین وکتور یک رو آوردمش با همون دستوری که بهتون یاد دادم، زدن دکمه بالا و بعدش میخوام مودیفایش کنم. بعد اصلا یه ویرگول میذارم ببینیم خطا میده. خطا نداره. معمولا این استفاده نمیشه چون بیشتر گیج کننده هستش که تا کاربردی منم تا الان ندیدم جایی، ولی این تعریف شده است توی مطلب. ترجیحاً از یکیشون استفاده کنید که نه خودتون و نه کسی که کدتون رو میگیره گیج بشه وقتی گرفتید. یه روش دیگه ای وجود داره و اون این هستش که مثلا توی این مدل که ما گفتیم این وکتوری که ما داریم از 1 تا 5 هستش، میتونیم بگیم آقا عدد 1 تا 5 رو برام در واقع درست کن و این دستور هم این هستش که بین عدد اول و عدد دوم یه دونه 2 نقطه میذارم. حتی اینو میتونیم در واقع انجامش بدیم 1 2 نقطه 10 و من اصلا متغیرم براش تعریف نکردم، فقط این دستور رو دادم و 1 تا 10 رو برام با استپ های یه دونه ایجادش کرد. این مال حالتی هستش که در واقع ما استپ یا گام حرکت اینها رو تعیین نکردیم. اگه من بخوام همین 1 تا 10 رو دو تا بره جلو، میتونم گامش رو این وسطشون تعیین کنم، بگم 1 تا 10 دو تا در واقع برو جلو، انجامش بدم. 1 2 تا بعدش میشه 3 5 7 9 10 هم که بعدش میشه 11 و چون جزء مجموعه ما نیست نمایشش نمیده، 10 خودش نمایش داده نمیشه. اینم در واقع از این. به مثال آخر به ما نشون داده که در واقع لزومی نداره این استپای من اینتیجر باشن، مثل این مثالی که اینجا زدیم 2 تا باشه، میتونه مثلا اعشاری باشه و اگه من این مثال رو در واقع دک 11 رو اجرا بکنم یه عدد زیاد 41 که تعدادشون هست و همینجوری میبینیم که از 1 و 1 دهم 1 و 2 دهم تا خود 5 رو در واقع نمایش میده. نکته مهم این مسئله که شاید در ادامه برامون مهم باشه اینه که اینجا ما اولین خونه و آخرین خونه رو خواهیم داشت، برخلاف این مثالی که ما زدیم در مورد 10 که گفتیم اینجا نشونش نمیداد. بنابراین اولین و آخرین اگه ما استپ درستی تعریف کرده باشیم نمایش داده خواهد شد. تو خط بعدی همین مثالی که با استپ دوتایی زدم و حالا با یه ترفندی ما میتونیم عدد زوج رو داشته باشیم و عدد فرد رو داشته باشیم. اینا همشون عدد فرد هستن و اینها همشون عدد زوج هستن. ما میتونیم با تعریف درست یه مجموعه از همه اعداد در واقع زوج و فرد داشته باشیم. خب اینم از در واقع وکتور. اون مینی که بهتون گفتم حالا وقتی وکتور رو یاد گرفتیم میتونیم امتحانش بکنیم. ما یه متغیر داریم به نام ایون. من مینو نوشتم و ایون رو مینویسم و میگم آقا این میانگینه. ایون چقدره؟ میانگینش 15. همین میبین دستور و حالا یه راه دیگه هم اینه که خب همون F1 که یاد گرفتیم رو حتی توی کامند ویندو وقتی من اینو انتخاب کردم F1 رو بزنم یا اینکه اینطوری یعنی با کلیک راست و هلپ آن سلکشن رو بزنم برام توضیحشو میاره و اینجا داره به من میگه که در واقع اوریج مقادیری که بهش میدیم و برای ما محاسبه میکنه. حالا بیاید اینجا بریم برای ماتریس ها. گفتیم که وکتورها یا در واقع به صورت پیش‌فرض تو مطلب اصلا فقط اگه ما تعریفش نکنیم وکتور ردیفی داریم، یعنی ستونی نداریم، باید تعریفش بکنیم ستونی. اگه چند تا وکتور رو کنار هم بذاریم به شرط ها و شروط ها یه سری چیزا رعایت کنیم، اون چند تا وکتور در یک مجموعه میشن ماتریس های ما. مثل اینکه اگه ما اینجا یه دونه وکتور رو داشته باشیم به نام 1 مساوی با من حالا تون می‌نویسمش 1 3 5 7 این آی ما هست و بی ما وکتور بعدی ما هستش که 2 4 6 8 هستش. دو تا وکتور دارم اینجا دارم میبینمشون، خب مقداراشو. خب میتونم با یه دستوری اینها رو توی یه دونه ماتریس قرار بدم، یعنی ترکیب این دوتا میشه یه ماتریس.
و اون دستور خاص چی هستش؟ استفاده از سیمیکالن هست. من همینا رو نوشتم، حتی میتونم بدون اسپیس، یعنی بدون ببخشید ویرگول داشته باشمشون و فقط بینشون یه دونه سیمیکالن بذارم و ماتریسمو داشته باشم. و حالا میبینیم که اگه من اینجا رو یه خورده بزرگش بکنم، این وکتور و این وکتور رو با این دستور تبدیلش کردم به یه ماتریس که زیر همدیگه نوشته شدن و یه مقدار گرفتن. و اگه من توی ورک اسپیسم و روی ماتریس 1 دبل کلیک کنم، در واقع این کلشون توی یه مقدار قرار داده شده، در حالی که حالا A و B من به تنهایی هستن و این ماتریس میشه. پس وکتور میتونه در واقع n در 1 یا 1 در n باشه. اون n یعنی چی؟ یعنی تعداد ستون‌ها یا سطرهای وکتور من، که اون یکش هم میشه ردیفی یا ستونی بودنش. اما ماتریس میتونه n در m باشه که mش میشه که اولو حالا به ترتیب با الفان m جلوتر از n هستش میشه ردیفاش و nش میشه ستونهاش. یعنی این ماتریس ما چون 2 تا ردیف داره و 4 تا هم ستون داره، اینجا حالا در واقع اینجا میتونه چون چیزایی که کم هست اینجا میتونه نمایش بده تو ورک اسپیس رو نشون نمیده، اما چیزایی که دیگه بزرگتر میشن نمیتونه اینجا همشون نشون بده، تعدادشون رو می‌نویسه. البته این ماتریس نیستش، این وکتوره. اینجا میتونیم ببینیم که یه ماتریس 2 در 4 داریم، 2 تا ردیف و 4 تا ستون. این هم از ماتریس. تو مثال بعدی یعنی ماتریس 2 اینو اجراش کنیم و ببینیمش و تو ورک اسپیس هم در واقع دبل کلیک کنیم تا ببینیمش. من مقادیر در واقع بولیان یا منطقی رو گذاشتم که اینجا همونجوری که دیدیم قبلا هم دیدیم تبدیل به 0 و 1 میشن و ستون دومش هم در واقع مقادیری هستش که ما اینجا داده بودیم و چون چیزی رو تعریف نکردیم همشون به صورت در واقع با 4 تا اعشار با 4 رقم اعشار برای ما نمایش داده. یه ماتریسی هم اینجا گذاشتم که به عنوان همون مثالی که از کردم خدمتتون، لزومی نداره که ما ویرگولا رو ازشون استفاده کنیم. بازم کار میکنه و من اینجا میتونم مت رو ببینمش مثل همونه، یعنی ماتریس 3%. اما یه سری دستور وجود داره که ما میتونیم یه سری ماتریس رو درست کنیم که مقادیرشون ثابت هستن. اولین دستور وانز هستش که تقریبا میشه حد زد دیگه، یه ماتریس درست میکنه که همشون یکن. اگه ما این دستور رو اجرا بکنیم خط 102 یه ماتریسه، چون ما اینجا 5 گذاشتیم 5 در 5 که همشون یک هستن رو برای من درست میکنه. تکلیف دیگه‌تون و تمرین بهتر بگم، ببخشید من گفتم تکلیف عضو میخوام. تمرین دیگه این هستش که یه ماتریس درست بکنید که 6 در 3 باشه. خب حالا تقریبا تقلبش اینجا هست. اگه دستور خط 104 رو هم اجرا بکنیم، دستور در واقع ما بهش گفتیم که یه ماتریس درست کن که 5 در 8 باشه. اگه من مای آندرلاین 1 23 رو اجرا بکنم که اینجا هم دارم میبینمش و اینجا میبینم که یه ماتریس 5 در 8 هستش و این هم یه خصوصیت دیگه 1 هست. به همون ترتیب ما میدونیم 0 یعنی 0 و اگه ما 0 رو استفاده کنیم میتونیم یه ماتریس داشته باشیم n در n بنا به تعریفی که میکنیم همشون 0 باشن. حالا شما لطفاً این دستور رو بنویسید، مثلا بنویسید a مساوی یا هر متغیری که خودتون دوست دارید zeros و مثلا یه ماتریسی که خودتون دلتون میخواد، مثلا هرچند در مثلا 3 رو بزنیم که یه دونه 3 در 3 برای ما درست بکنه و میبینیم که یه ماتریس 3 در 3
که همشون صفر هستن رو ما درست کرد. به همین ترتیب این ماتریس الان میتونید جواب بدید که این یه ماتریس چند در چند درست میکنه برای من. بگید که چند تا ستون داره این ماتریس صفر. لطفاً حتی اگه اجراش هم کردید به هم بگید بر اساس اجراتون چند تا ستون داره متغیر 0 1. مرسی. 4 تا. یه ردیفه و 4 تا ستون. خیلی خیلی ممنون از همراهی و تعاملتون. به دلایل مختلف ممکنه که من یه مواقعی لازم باشه که دیتایی رو داشته باشم که صفر نباشه و بهش بگم من نمیدونم چیه و نمیدونم چه عددیه، فقط تو این خونه رو فعلا داشته باش، من عدد رو بعداً بهت میگم به مطلب ها. و اونم دستور نن هستش. نگاه کنید ببینید نن مخفف چیه. در واقع مخفف نات نامبر، یعنی همون که عرض کردم خدمتتون اینجا می‌بینیش. نات نامبر عدد نیست فعلا، هنوز من بهت نگفتم چیه. و چیکار میکنه؟ اگه این دستور رو اجرا بکنیم یه دونه در واقع ماتریس 2 در 4 برای ما درست میکنه که همش ننه. یعنی فقط یه دونه ماتریس درست کرد که به عبارت میتونیم به تعبیری بگیم یه ماتریس خالی 2 در 4 برای من درست کرد که من بعداً میتونم حالا وقتی مقداردهی و یا حالا مثلا نویگیشن تو ماتریس ها رو گفتیم میتونم برم فقط این خونه‌شو مثلا میذارم 3 به دلیلی، یا فقط این ردیف رو همه رو بکنم مثلا 1. حالا در کارهای پیشرفته تر انجام بدیم متوجه ارزش این دستور میشه. پس ما 3 تا دستور یاد گرفتیم که برای ما ماتریس هایی رو یه تعابیری درست میکنن. و نن هم مثل وانت و زیرو در واقع این خصوصیت رو داره یه دونه متغیر درست کنید و مثلا بگید که یه دونه ماتریس 6 در 6 همشون نن هستن و برای ما درست کنید. وقتی یه متغیر یعنی یه پارامتر بهش بدم انگار که همون رو تکرار کرده باشیم، یعنی 6 رو بگم یعنی 6 در 6 و هر عدد دیگه ای رو به همون ترتیب نمایش میده. خب در مورد میتونیم بگیم یه کار دیگه که میتونیم بکنیم اینه که ما میتونیم اعداد رندوم درست بکنیم مثل خیلی زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه. چند تا دستور رندوم رو من اینجا خدمتتون عرض می‌کنم. اولش این هستش که ما میتونیم خط 113 رو وقتی اجرا بکنیم می‌بینید که ما گفتیم که با دستور رند یه ماتریس 4 در 5 رو درست بکنه و چون از رند استفاده کردیم رند مقادیر بین 0 و 1 رو درست میکنه به صورت رندوم. بنابراین ماتریس رند نام که ما درستش کردیم در واقع یه مقادیرش همشون اعداد رندومه بین 0 و 1 هستن. ممنون از سوال خیلی خوبتون که فرمودید که مثلا ماتریس به چه کار ما میاد. اول جلسه عرض کردم داده هایی که ما توی علوم اعصاب داریم خیلی هاشون از جنس ماتریس هستن. مثالی که الان مثلا صفحه رو دقت بفرمایید، حالا مثلا عرض میکنم توی همین متغیری که فعال هست my underline 1 23 شما فکر کنید این عددا رو حالا مثلا متفاوت هستن. ستون اول من اسم آزمودنی هامه، اسم مانکی های من هست، اسم ناحیه هایی که من ازش ثبت گرفتمه، اسم حالا مثلا ثبت مثلا سینگل رکورد، یا اینکه مثلا من نواحی یا بهتر بگم اون پوزیشن هایی که توی الکترودهای مثلا ایجیمه یا چیزای مختلف، اینا اسمش هست. بعد مثلا میگم این مثلا ریاکشن تایم، مثلا این که توی مثلا از اول چه کنیم دیگه، اینا همشون آزمودنی های من هستن، یه تسکی رو انجام بدم. این نتیجه کلیشه، مثلا این ریاکشن تایم کلیشه، این مثلا توی ثانیه دهمشه، این تو ثانیه 20مشه و حالا مثلا اینا 20 به دلایل مختلف این ثانیه ها رو میخوام. این مال آزمودنی دوم هم هستش و اینم مثلا ریاکشن تایم کلی، پرفورمنس کلی، مثلا ریاکشن تایم چه میدونم تسک دوم و عددهای مختلف، یعنی آزمودنی های مختلف و دیتا هایی که مربوط به اونها هستش توی یه ماتریس قرار میدم و من همه اون دیتا رو میتونم توی یه ماتریس داشته باشم.
و مثلا این مثلا برای روز اولشون هست توی ماتریس مثلا دیوان گذاشتنش، یه ماتریس دیگه از همین آدما هستن با همین زمانها همین تسکا برای دیتوشونه یا مثلا فالو آپشونه. و اینکه در واقع من خیلی راحت میتونم تو اینا نویگیت کنم و دیتاهاشون داشته باشم. مثلا یه موقعی میخوام همه دیتاهای مثلا یوزر یکمو خب همشون تو روزهای مختلف داشته باشم، مثلا یه کاری باهاش کنم، یه آنالیزی بزنم، یعنی ویتین پروسس، یعنی مثلا این مطالعات ویتین رو اگه مثلا مثال بهشون بزنیم، مثلا من فقط میخوام این آزمودنی یکم توی این 30 روز یا مثلا موش اولین یه هفته فلان کارو باش کردم، این دیتا ها رو مثلا گرفتم، ثبت گرفتم و اینا مثلا دیتا یکی از ماشین در واقع دستگاه ثبت سیگنال هم اخذ شده. خب میخوام ببینم خود این یه دونه موش مثلا چیکار کرده تو این 30 روز، تو این 7 روز. یه سری دستور میدم که توی ماتریس‌های مختلف کارایی میکنن، یا مثلا اینا رو از اینجا برمی‌دارم از ماتریس، از این یکی ماتریس اینا رو برمی‌دارم با همدیگه جوینشون میکنم به ترکیب‌های مختلف که توی این دوره احتمالاً یا تو تمرین‌ها اینو خواهیم بهش پرداخت که چجوری اینا رو با هم ترکیب کنیم. یه تیکه از این ماتریس رو بردارم ببرم توی ماتریس دیگه، این چند تا رو با هم ترکیب کنم. علت اینکه ماتریس خیلی مهم هست اینه، یعنی ما جنس داده هامون از این دست خواهد بود و کلی کار میتونیم باهاش انجام بدیم. و خب همینجور که میبینید این داده ها همینجور دم دست منه و من میتونم ببینمشون تو جاهای نویگیت کنم، ببینم مثلا اوکی مثلا میگم این آزمودنی من این ریاکشن تایماشه توی اون تسک، مثلا این مال اون یکیه و بهم اینسایت بده، بهم یه بینش بده و من بتونم بهتر، یعنی داده ها دم دستمه، دارم بهشون یه اشرافی دارم بدونی که هی یکی مثلا بخوام رانشون بکنم. مثلا اگه بخوایم مثال پایتون بزنیم که امیدوارم گیجتون نکنه، فقط یه اشاره کوچولو بهش میکنم، اگه شرکت کنید تو دوره پایتون مثلش رو خواهید دید. مثلا ما اگه فضای استفاده میکنیم به نام جوپیتر، من میتونم برم دونه دونه اینها رو ران کنم و ببینم، ولی هی باید یکی یکیشون رو ران کنم، در حالی که اینا رو کنید قبلا اینو فقط بازش کردم، مثلا رانی در کار نبوده. و حالا میگم خیلی چیز نیست، یعنی نمیخوام خیلی افتراق بذارم بین نرم افزارها، فقط این دلیل این که حالا ماتریس چی هستش رو سعی کردم براتون توضیح بدم. برگردیم به بحثمون در مورد این رندوم ها. گفتیم رند یه دستوریه که برای ما یه ماتریسی درست میکنه که همه مقادیری که به دست میده و تولید میکنه بین 0 و 1 هستن. و باز دوباره لطفاً شما هم این دستورا رو اگه خودتون انجام نمیدید لطفاً با من انجام بدید. مثلا رند 5 بزنیم چی میشه؟ اونجا گفته بودیم 4 و 5. حدستون چیه اگه رند 5 بزنیم قبل از اینکه اجراش کنه؟ اگه اجراش هم کردید اشکال نداره بگید. به نظرتون اگه رند 5 بزنیم چی میشه؟ اشکالی هم نداره، میتونید وایستون رو باز کنید و با وایس بفرمایید یا بنویسید. بسیار عالی. دقیقاً یه ماتریس 5 در 5 از اعداد رندوم 0 تا 1 تمام میکنه، مثل همون وانس، زیروز و نه. اینم داریم میبینیم انگار یه الگوی، یه پترنی داره تکرار میشه. اینم گوشه ذهنتون باشه. نگاه کنید یه ذره ماشین لرنینگ بلد باشیم دنبال الگو میگردیم، لزومی هم نداره ماشین لرنینگ بلد باشی، همین مثلا تو فضاش که قرار میگیری هی اصلا چه ربطی داشتین حرفی که من زدم. اینا میشه اون اسوسییشنی که مثلا شاید تو روانشناسی توی حافظه و لرنینگ بهش میگفتیم یه سری چیزا به چیزا ربط داره و من دارم اینا رو یه پترنی دنبالش میگردم که بهتر یاد بگیرم. انگار این جنس بهتر بگم فانکشن‌های خود کامندهای مطلب یه قسمت از رفتارشون ثابته. خب بریم خود حرفای بعدی رو بزنیم. رند آی چی کار میکنه؟ همونجوری که توضیح دادی اگه اجراش هم کنیم میبینیم بین در واقع 1 تا پارامتر اولمون، یعنی بین 1 تا 4 تو این مثال یه ماتریس 5 در 5 برام درست میکنه. درسته؟ من روی این وایسم، من الان موسمو نمیتونم تکون بدم چون اگه تکونش بدم میره. شما میبینید خط اول نوشته RNDTIL 5 در 5. اینم یه تقلب دیگه برای اینکه اینجوری سوال میپرسم شما سر جواب بدید. امتحانش توصیه میکنم بهتون اگه من دستم در رفت یادم رفت اینا بهتون بگم لطفاً از این به بعد، چون وقتمون هم داره به نظر میاد خیلی داره طولانی میشه و من امیدوارم که زودتر جمعش کنم.
رند آی یه عدد 4 رو زدم، شد 1. میشه اگه شما اینو زده باشید عدداتون رو توی تکست باکس برام بنویسید و اگه انجامش دادید چند بار بزنید ببینید چی میشه و احتمالا وقتی چند بار بزنیدش متوجه معنیش میشید. یعنی این که وقتی من ستون دوم یا پارامتر دوم رو نذارم، انگار که یه دونه عدد بین 1 تا 4 برام تولید میکنه که دیدید اینجا بارها تکرار شد. دستور بعدی دستور رند n هستش که از یک در واقع اون رند بین 0 تا 1 بود. حالا ما از این در واقع توزیع نرمال داریم استفاده میکنیم. توزیع نرمال یعنی چی؟ اگه یادتون باشه توزیع نرمال یه سری بین منهای یک بین منهای 1 تا 1 بودش و با این دستور ما در واقع انگار که این رند معمولی رو 2 برابرش کردیم. یعنی اگه توی این مثلا تو مثال از این خط به این طرف مثبت هاست، یعنی 0 تا 1 رو به ما عدد میداد، حالا با یه دستور میتونم یه سری از اینا رو 0 تا منهای 1 هم داشته باشم و اینجا داریم میبینیم که این در واقع با این دستور رند n از nش هم میشه نورمال دیستریبیوشن، این آیش هم میشه ایندکس اگه اشتباه نکنم، حالا اگه میخواید یادتون بمونه، در واقع این در واقع اعداد رندوم رو توی این توزیع های مختلف در اختیار ما قرار میده و کاربردهای مختلف خودشون رو داره و ما به فراخور نیازمون ممکنه از اینها استفاده بکنیم. این دستور دیگه به نام رند پرم رو اجرا کنیم ببینیم چیکار میکنه. احتمالاً بر اساس توضیحی که درباره رند آی دادیم بشه اینم یه خورده تفسیرش کرد. یه خورده البته یه شباهتایی داره. اول اینکه رند پرم میادش از 1 تا مؤلفه یا پارامتر اول من عدد رندوم درست میکنه، چند تا؟ 4 تا. پس رند پرم به تعدادی که من میگم از 1 تا اون عدد رو به صورت تصادفی اجرا میکنه. همین دستور رو اگه یه بار دیگه اجرا بکنیم این عددا قطعا عوض میشن. یه بار دیگه ببینید همواره اعداد بین 1 تا 5 هستن و خود 1 و خود 5 هم شاملش هستن و تعدادشون اینجا یه امتحان کنیم ببینیم با 5 تا، یعنی از 1 تا 5 تاش هم نمایش میده، انجام میده. بله. اما اگه ما بگیم طبعا و منطقا اگه ما بگیم از 1 تا 4 5 تا نمایش بده، منطقی نیستش که اون یه دونه‌ای که کم میاره. شما فکر کنید 1 تا 4 دیگه، خب 1 2 3 4 پنجمیشو چی بذاره؟ یکی از احتمالات میشه 1 تا 4 دیگه، خب پنجمیه رو چی بذاره؟ و قطعا ببخشید من حکمت اشتباه دارم، میگه احتمال دیلیت می‌کنم، من خطا میده و چی میگه؟ میگه مقدار من این کی که اینجا نوشته تو توضیحات خود این دستور، خب یعنی به اون متغیره و اون پارامتراش گفته باید حداقل یا بیشتر باشه یا مساویش باشه. یعنی کی من یعنی دومیه یا کمتر از n من باشه یا مساویش باشه، اون مثل مثال هایی که استفاده کردیم ازش. ما چند تا متغیر داریم و از قضا ماتریس هم هستن، مثل همین یا وکتورن یا ماتریس. حالا میخوایم بریم ببینیم که اندازه این ماتریس ها و وکتورامون چند تا هست، چقدره. اندازه یعنی چی؟ یه دستور داریم به نام سایز و من رند NRM رو که قبلا توضیح یعنی ایجاد کرده بودم با اینجا دارم، روش که وایسم یا روش کلیک کنم هر جا که اینم یاد بگیریدش، یه نکته شاید تو آینده خیلی به دردتون میخوره. وقتی من فقط روش کلیک کردم هر جای دیگه ای از کدم که این متغیر وجود داشت اولا هایلایت شد، حتی اگه یه جاهای دیگه ای که من توی این پنجره کارنتم یعنی توی این پنجره جاری نمیبینم هم وجود داشته باشه، اینجا این کنار خاکستریش میکنه و من اگه روش کلیک کنم میرم اون خط، مثل خط 145 که دارم میبینم اینجا.
عرض کنم خدمتتون که خب بریم رانش کنیم ببینیم چیکار می‌کنه. سایز به ما اندازه این در واقع داریم می‌بینیم یه ماتریس 4 در 5 هستش، یعنی 4 تا ردیف داره و 5 تا ستون. دستور سایز برای ما ببینیم چیکار می‌کنه. دستور سایز به من میگه که اندازه این ماتریست 4 5 یعنی 4 در 5. یعنی چی؟ یعنی 4 تا ردیف داره و 5 تا ستون. یه دونه در واقع ماتریس دیگه داشتیم که رند پرم بود، این آخریا درستش کردیم. اینو انجام بدیم دیگه همونجوری که روش وایسی میگه 1 در 4 به ما داره میگه که سایزش یه ماتریس 1 در 4 هست. یه تمرین دیگه تون این باشه که من چجوری با دستور سایز بگم که ستون NRM در رند NRM این ماتریس من 5 تاییه. یه متغیر درست بکنید، اون متغیر اندازه ستونهای ماتریستون باشه. از تمرینتون شد یه متغیر درست میکنید، یه ماتریس درست میکنید مثلا 4 در 5، یه متغیر درست میکنید که با دستور سایز فقط اندازه ستونتون رو بهتون بده، یعنی بگه 5 مثلا تو این مثال با سایز ها. چون الان با لنس میدیم که این کارو میکنه. لنس چیکار میکنه؟ لنس میاد بزرگترین اندازه منو میده. 4 در 5 بود دیگه، درسته؟ و این هم 1 در 4 باید بگه اندازش ستون منو نمیگه، بزرگترینشو میگه. مثلا ما یه دونه یه متغیر درست میکنیم، لطفا با من اینو انجام بدید. یک و اینو ستونه 4 5 6. خب اجراش کنیم، میبینید یه ستونه، یعنی اندازه آی من چنده؟ آ. اگه روش دقیقه کلیک کنم تقلبم میخوام بکنم 6 درجه که درسته. اگه این لنس ستون باشه باید لنس آ رو بگیرم عملا دیگه یک دیگه اگه ستون باشه. ببینیم هست ستونش یکی بود دیگه، گفت 6 تاست. لنس بزرگترین اندازه ما رو میگه و فایدهش میتونه چی باشه؟ این که من در واقع تشخیص بدم که یه چیزی مثلا ستونیه یا مثلا ردیفیه. این یک کاری که همین الان به ذهنم میتونه فایده داشته باشه و حالا جاهای دیگه میتونه استفاده های دیگه داشته باشه برای ما. این جلسه رو به پایان میبریم و تا دسترسی به مؤلفه های یه ماتریس یا وکتور در واقع گفتیم. جلسه آینده، هفته آینده همین ساعت در خدمتتون هستم. اگر سوالی هست در خدمتتونم، اگر نه که جلسه رو به پایان برسونیم. خسته نباشید.